نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با این برنامه زنده و برنامه‌ای که متعلق به شما عزیزان و بزرگواران است و می توانید در این برنامه شرکت بکنید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میان بگذارید و در مورد موضوعات مهمی که در برنامه‌های گذشته و یا در این برنامه در هفته‌های گذشته مطرح شده انشاءالله با ما صحبت بکنید. شماره تلفن برنامه از همین لحظه خدمت شما عزیزان اعلان می‌گردد. دوستانی که میخوان تماس بگیرن لطف کنن شماره تلفن رو با اسم ندای حق یا هر اسمی که دوست دارید حفظ بکنید. بعد از حفظ کردن شماره تماس در موبایلتون می توانید از طریق واتساپ بدون هزینه تماس بگیرید یا از همین شماره رو میتونید به شکل زنده با ما از طریق همین شماره هم تماس بگیرید. در هر صورت در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. و همچنین کامنت هایی که شما عزیزان در اثنای برنامه میگذارید رو هم انشاءالله جواب خواهیم داد و دوستان سعی کنن که موقعی که تماس میگیرن از طریق کامنت و پیام میگذارن بله ادب و اخلاق رو مراعات بکنن. دوستان عزیز بله سلام علیکم، بفرمایید. خوب هستید شما؟ بخیر هستید؟ سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید برادر است. استاد محترم، اگر خبر شده باشیم که هفته پیش انتخابات ایران بود و متاسفانه یک تعداد از مردمای ما از افغانستان از بعض شهرهای شندن کسایی که داشتن پاسپورت ایرانی داشتن رفتن رای دادن و فکر میکنم که یک استاد محترم یک توصیه میگردن و میخواستم همین سوره هود آیه 113 را توضیح میدادم استاد محترم در این رابطه. هود 113 چشم. تشکر زنده باشید. تشکر از شما. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و بزرگوار. انشاءالله در این مورد هم صحبت خواهیم کرد در مورد انتخابات. یک سری از سوالاتی که دوستان عزیز ما در برنامه‌های گذشته فرستادن رو من انشاءالله در این برنامه پاسخ خواهم داد و در ضمن تماس‌های شما عزیزان رو هم خواهیم داشت. بیننده 4 شماره آخرشان 1191 نوشتن که آیا به انسان حاجی گفتن درست است یا نه؟ ببینید هر عمل انسان به نیت انسان تعلق دارد و یکی از اعمالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از او به عنوان شرک خفی یاد کردن ریا هست که انسان یک عملی رو به خاطر این انجام بده که مردم از او تعریف و تمجید بکنن. مثلا نماز برای این بخوانه که مردم میگن به به عجب آدم نماز خوانی است. صدقه به خاطر این بده که مردم میگن به به عجب آدم خیری است. به همین صورت هر عملی رو که انسان به خاطر اینکه مردم ازش تعریف و تمجید انجام بده این عمل نابود میشه و اون همه زحمت و خرج و مصرفی که انسان کرده همه میشه
هباء منثورا یعنی مثل گرد و خاکی که در هوا پراکنده شده باشه، هیچ سودی به انسان نداره. به خاطر همین نباید انسان در پی این باشه که با عبادت ها مرتکب ریا بشه، یعنی به خاطر تعریف و تمجید مردم یک کاری رو انجام بده. اولا گفتن حاجی به کسی که مثلا خودش اینو نخواسته باشه یا خودش اصلا نیت خاصی نداشته باشه، کسی که حج کرده بهش میگن حاجی، یعنی کلمه بدی نیست، یعنی چیز حرامی نیست، چیز ممنوعی نیست، میتونیم بهش بگیم حاجی. مثل که به کسی که طب خوانده بهش میگن دکتر، کسی که انجینری خوانده بهش میگن انجینر یا مهندس. یعنی کسی حج کرده، یک عبادتی رو انجام داده، مردم بهش بگن که حاجی شده یا حاجی فلانی، اشکالی نداره. اما اینکه خود اون انسان دوست داشته باشه که مردم با این اسم و با این پسوند صداش بکنن، این خطر ریا میره که انسان از اون دوری بکنه بهتر است. و یعنی در زمان سلف، در زمان صحابه، تابعین، مثلا کسی به رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه حج کردن آجی رسول الله نگفتن، یا کسی مثلا آجی ابوبکر و آجی عمر و آجی علی و آجی حسن و آجی حسین نگفتن، یا مثلا به امهات المؤمنین بعد از حج کردن بی آجی عایشه یا بی آجی حفصه و اینا نگفتن رضی الله تعالی عنهم اجمعین. پس در اون زمان نبوده، مردم یعنی به این چیزا اهمیت نمیدادن چون که از ریا میترسیدن. بیننده عزیز دیگری نوشتن که در مورد ازدواج نوشتن شما صحبت کردید در برنامه گذشته و اکنون سوال دیگرشان این است که در مورد اینکه انسان از کسی بیاد خواستگاری بکنه اما مثلا از یک قوم دیگری باشه و پدر و مادر به خاطر تعصب قومی این رو قبول نکنن یا که راضی به این ازدواج نشن، حکم این چی است؟ آیا این کار درست است؟ و آیا اصلا به قوم و قبیله و این چیزا اهمیت دادن در دین مبین اسلام جایز است که انسان به خاطر قوم، به خاطر قبیله مثلا بیاد دخترش رو به ازدواج کسی در بیاره یا در نیاره؟ حکم این مسئله چی است؟ ببینید دوستان عزیز و بزرگوار، اولا الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اصل بر این است که معیار برتری در دین مبین اسلام تقوا و پرهیزگاری است و غیر از این هیچ چیز دیگر در دین مبین اسلام اهمیت ندارد. این که بعضیا مثلا مسائل قومی و قبیله‌ای و اینا رو مطرح میکنن، اینها راه و روش شیطانی است و تعصب قومی، تعصب زبانی، تعصب نژادی این در دین مبین اسلام حرام و ناجایز است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند دعوها فانها منتنه، این سخنها رو بگذارید که این سخنها کثیف است، از این سخنها بوی گند میآید. به خاطر همین یک انسان مسلمان نباید به این گونه مسائل اهمیت بده و اصلا این گونه مسائل نباید برای یک انسان مسلمان مهم باشه. مهم این است که شخص متقی و پرهیزگار باشه. من آتاکم ترضون عن دینه عن خلقه و دینه فزوجوه او کما قال صلی الله علیه و سلم. اصل بر این است که کسی که دیندار باشه و خوش اخلاق باشه و از دینداری و خوش اخلاقی شما خوشتون بیاد، میتونید به اصطلاح دخترتون رو به ازدواج او در بیارید. این شروط اخلاق و دین همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که فظفر به ذات دین، تریبت یداک، با انسان دیندار ازدواج بکن. این هم برای زن است هم برای مرد. این نیست که فقط امروز مردها و به دنبال دختران دیندار میگردن و خودشون هر فاسق و فاجری که باشن
این مهم نیست، بلکه باید زن و مرد هر دو به دنبال همسری باشن که دیندار باشه. اما گاهی اوقات در بعضی از جوامع مسائل به اصطلاح قوم قبیله در بعضی از خانواده ها شاید به اندازه خیلی پیمانه وسیع این ریشه دوانده باشه. انسان سعی بکنه اینها رو از بین ببره و در پی از بین بردن اینها باشه و تا حد امکان تلاش بکنه که از این مسائل دوری بکنه. اما گاهی اوقات در بعضی از جوامع چون به خیلی در جامعه ریشه دوانده، حالا انسان ها اگر که این مسائل رو در ضمن اینکه سعی کنن که این نجات پرستی و این اخلاق زشت رو از بین ببرن، اینها رو تا حدی مراعات بکنن در بین جوامع، یعنی برای زندگی بهتر، برای آسایش و آرامش بهتر خوب است. اما نه اینکه این به عنوان یک اصل باشه. اصل بر این است که معیار در دین مبین اسلام تقوا و پرهیزگاری است که باید اون رو مسلمان ها در نظر بگیرن. بیننده عزیزی در مورد این پرسیدن که بعضی میگن که محمد ابن عبدالوهاب از منطقه مسیلمه کذاب است و بعضی میگن که آدمی خوبی بوده. در این مورد سوال کردن. ببینید برادر عزیز، محمد ابن عبدالوهاب از یکی از مصلحین مذهب حنبلی بود در عربستان سعودی فعلی که در اون زمان عربستان به نام کشور عربستان سعودی یاد نمیشد. مناطق مختلفی بود، هر منطقه یک نامی داشت. منطقه حجاز که مکه و مدینه رو طایف رو در بر میگرفت، منطقه نجد که از بعد از مدینه همینطور به طرف قصیم و ریاض و این مناطق میرفت، اینا رو نجد میگفتن. اینکه والا محمد ابن عبدالله از منطقه مسیلمه کذاب بوده، این یک حرف خیلی بی‌معنی است. به طور مثال کسی بیاد بگه خب مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم از منطقه ابو جهل و ابو لهب بودن، چه ربطی داره؟ کل نفس بما کسبت رهین، هر کس پاسخگوی نفس خودش و اعمال خودش، ربطی نداره که محمد بن عبدالوهاب از کجا هست یا از کجا نیست. ایشان یک مذهب جدیدی در بین مسلمان ها نیاورده، یک دین جدید نیاورده. هر آنچه که گفته در لابلای کتابهاش هست، از قرآن و سنت گفته. یک انسان مصلح، یک انسان مجدد، یک انسان اصلاحگرا بوده. با شرک، خرافات و بدعت هایی که در بین امت اسلامی در اون زمان رشد کرده بود مبارزه کرد و طبعا هر انسان مصلحی، هر انسانی که در پی تغییر در جامعه باشه، دکاندارانی که به نام دین و از شرکیات و خرافات رزق و روزی میخورن، اونها باش مبارزه میکنن. امروز شما مثلا برید در یک منطقه یک ملای خرافی رو که مشغول شرک و خرافات است و از این طریق مردم رو فریب میده و جیب مردم رو خالی میکنه، برید در اونجا مردم رو به توحید و یکتاپرستی دعوت بکنید، بگید که مثلا این زیارت ها یا این مرده ها سود و ضرری به شما نمیرسانه، به طرف الله برگردید. مردم چیکار میکنن؟ با شما مبارزه میکنن و بر علیه شما قیام میکنن و مردم های جاهل و نادان را بر علیه شما میشورانن. دقیقاً این کار در زمان امام محمد ابن عبدالوهاب هم صورت گرفت. و ایشان یکی از مصلحینی بودن که الله سبحانه و تعالی به ایشان جزای خیر بدهد. خیلی از مشکلات و خیلی از بدبختی هایی رو که در بین مسلمان ها رایج بود در آن زمان در جزیره العرب رو نابود کرد و مردم رو به سوی توحید و یکتاپرستی فراخواند. یک نکته مهمی که من خدمت شما عزیزان در اینجا میخوام در رابطه عرض بکنم این است که خیلی از عزیزان ما وقتی میخوان در مورد کسی، در مورد مذهبی شخصی میخوان اطلاعات کسب بکنن، سرچ میکنن در اینترنت یا قدیما مثلا میرفتن به کتابخانه ها، یک شخصی اومده بر علیه یک نفر کتاب نوشته، یک کسی اومده به خاطر دشمنی که داشته بر علیه یک شخصی یک ردیه‌ای نوشته یا به او توهین کرده، اهانت کرده یا سیرت او رو مشوش به اصطلاح بیان نموده
ما بریم اون کتاب رو بخونیم و بعد از اون به خاطر اینکه دشمن اون شخص این حرفها رو بر علیه او زده اون شخص رو متهم بکنیم و بر علیه او موقف بگیریم. این کار اشتباه است. شما اگر میخواهید محمد ابن عبدالوهاب و اگر میخواهید عقیده او رو بفهمید، برید کتاب توحیدش رو بخونید و ببینید اگر جایی گفته غیر از قال الله قال رسول حرف دیگری زده، بزنید به دیوار. چون دین ما دین محمد ابن عبدالوهاب نیست. محمد ابن عبدالوهاب باشه یا نباشه اسلام هست. محمد ابن عبدالوهاب باشه یا نباشه توحید و یکتاپرستی هست. غیر از محمد ابن عبدالوهاب هم کسانی بودن که خیلی سختتر و شدیدتر از او بر علیه خرافات و شرکیات قیام کردن، مبارزه کردن. مثلا در زمان این حرکت در زمان سلطان سلیم اول شروع شد و تا زمان سلطان سلیمان قانونی به شدت این حرکت در اوج خود رسید. حرکت اصلاحی به نام حرکت قاضیزاده ها یا قاضیزاده که یکی از بزرگان این حرکت شیخ الاسلام ابو سعود افندی است که شیخ الاسلام یا مفتی و شیخ الاسلام زمان سلطان سلیمان قانونی رحمت الله علیه بود و این گروه و خود شیخ ابو سعود افندی به شدت بر علیه شرک، عبادت قبور، عبادت گنبد و بارگاه ها مبارزه کرد و شاید تعجب بکنید که مثلا در یک امپراتوری بزرگی مانند امپراتوری عثمانی امروز باید سراسر ترکیه پر می بود از گنبد و بارگاه ها و مزار ها و جایی که مردم برن عبادت بکنن، لکن کسانی که رفتن دیدن همچین چیزایی نیست. بعضی از مظاهر هست، مثلا در کنار مساجد قبرستان ها درست شده و اینا هست، اما عبادت قبرها و زیارتگاه ها، جایی که مردم برن حاجت بگیرن فلان نیست. برعکس میبینیم مثلا در افغانستان، در پاکستان، در ایران چقدر زیاد هست. و این نبودن خرافات و مظاهر شرکی و قبر پرستی و گنبد و بارگاه ها اثر دعوت اصلاحی بود که حرکت قاضیزاده ها و شیخ الاسلام ابو سعود افندی این حرکت رو تقویت بخشیدن و با مظاهر شرکی و خرافی در داخل امپراتوری عثمانی که ما وقتی امپراتوری عثمانی میگیم از یک مملکت بزرگی که مساحتش تا 25 میلیون کیلومتر مربع میرسه صحبت میکنیم که با این آثار شرک و خرافات مبارزه کردن و در هر کشور بودن. یعنی در هر کشور، حتی در ایران، مثلا در افغانستان، در هند، در کشورهای مختلفی کسانی بودن که با شرک و توحید و با شرک و خرافات و اینا مبارزه کردن و توحید و یکتاپرستی رو در بین مردم رواج دادن. منتها حرکت محمد ابن عبدالوهاب چطور تونست که بیشتر جلوه بکنه؟ چون که هر حرکتی که از طریق ولات امر، از طریق پادشاهان و حاکمان در جامعه اسلامی حمایت شده، توانست به زودتر و با سرعت انتشار پیدا بکنه. مانند حرکت قاضیزاده ها در داخل سلطنت عثمانی که چون حکومت از شیخ الاسلام ابو سعود افندی حمایت کرد، میبینیم که این دعوت و این حرکت به سرعت انتشار پیدا کرد و چون که در حکومت‌های پی در پی سعودی که در نجد به اصطلاح به قدرت رسیدن، از این حرکت حمایت شد و به خاطر همین این حرکت به سرعت انتشار پیدا کرد. و اینکه به سراسر دنیا چطور رسید؟ طبیعتاً حجاجی که می آمدن، کسانی که برای عمره می آمدن، علمایی که می آمدن، وقتی در حرمین می دیدن اثرات این دعوت رو متاثر می شدن و این دعوت رو به کشور خودشون منتقل می کردن. مانند آیت الله العظما سید ابوالفضل برقی قمی، یکی از علما و مراجع تقلید و از دوره‌های خمینی، که ایشان هم در یک سفر حجی از این دعوت متاثر میشه و بعداً خیلی از کتاب‌های منهج سلفی رو ترجمه میکنه. توسط حکومت شرکی و خرافی آخوندی به شهادت میرسه. اما این دعوت در هر کشوری و در هر نقطه‌ای از جهان است و
محمد بن عبدالله هم یک مصلحی بوده، یعنی یک انسانی نه پیغمبر بوده، نه دین جدید آورده، نه مذهب جدید آورده، یک حرکت اصلاحی داخل مذهب حنبلی بوده است و بس. تشکر می کنم از دوستان عزیز. بله. بیننده عزیزی نوشتن در پاکستان زندگی می کنند و مساجد محلهشان عقاید مختلف دارند، بریلوی، قادیانی و شیعه. نوشته که مسجد حنفی 15 دقیقه دور است. آیا جماعت از ایشان ساقط می شود؟ آیا می شود در خانه نماز جماعت بخوانند یا به همین مسجدهای نزدیک بروند؟ ببینید، بریلوی ها، قادیانی ها، اینا فرقه های اسلامی نیستند. کسانی که قادیانی ها که حکم تکفیرشان از طرف همه علمای جهان اسلام صادر شده و اینا یک فرقه مسلمان نیستند. با اینها بودن در کنار اینا نماز خواندن اصلا جایز نیست. اینا مسلمان نیستن. بریلوی ها یک فرقه مزخرف گمراهی است که شرکیات و خرافات زیادی دارن. در کنار اینها بودن، در مساجد اینها نماز خواندن جایز نیست. تقریبا در شرکیات بین روافض و بین بریلوی ها فرقی وجود نداره. نماز خواندن در مساجد روافض جایز نیست. نماز خواندن در مساجد روافض جایز نیست. پشت امام رافضی نماز خواندن جایز نیست. و اینکه مسجد حنفی 15 دقیقه شما دور است، 15 دقیقه مسافه ای نیست. اگر پیاده باشه 15 دقیقه یعنی مسافه ای نیست، با ماشین هم که باشه 15 دقیقه مسافه ای نیست که شما به خاطر اون برای خودتون این رو یک عذر بدانین و در خانه نماز بخوانین. نه، مادامی که سالم هستید، تندرست هستید، مشکلی ندارید، 15 دقیقه یعنی مسافه ای نیست که انسان بتونه خودش رو معذور بدانه، بلکه باید در نماز شرکت بکنید. یک بیننده نوشتن که در قرآن کریم بعضی تناقضات وجود دارد. مثلا نوشتن آیه 18 سوره فاطر و همچنین آیه 15 سوره اسراء و با آیه 25 سوره نحل در تناقض است. خب دوستان عزیز، این بیننده عزیزمان که این پیام رو فرستادند، شماره آخرشون 2487 است. انشالله جواب ایشان را خواهیم داد که این تناقضات در کجای قرآن است. آیه اول رو باز میکنیم. دوستان عزیز اگر که لطف بکنن این رو نشون بدن. در اینجا آیه 18 سوره فاطر است که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولا تزر وازرة وزر اخرى، و هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمیگیرد. این رو اینجا در این آیه میخوانیم. آیه بعدی هم دوستان عزیز اینجا اگر نشون بدن، آیه 15 سوره اسراء هست. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى. میگه هر کس راه راست یافت جز این نیست که به سود خیش
راه یافته است، یعنی به درد خودش میخوره. و هر کس گمراه شود یقینا به زیان خود گمراه شده است، یعنی زیانکار شده است و هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بر نمی دارد. اینم از این آیه. میفرمایند که این دو آیه با این آیه که در سوره اسراء سوره نحل آیه 25 تناقض دارد که الله متعال میفرماید لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامة ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون. همچنان در روز قیامت میگه هم بار گناهان خود را به تمامی بر دوش میکشند و هم بار گناهان کسانی را که از روی نادانی گمراهشان کردن، چه بد است آنچه بر دوش میکشند. فرمودن که این آیه با اون دو آیه قبلی تناقض دارد. دوستان عزیز، این در این آیات مبارکه هیچ تناقضی وجود ندارد، بلکه کاملا آنچه که در اینجا ذکر شده است عین واقعیت است و هیچ تناقضی وجود ندارد. چرا؟ چون که الله سبحانه و تعالی در دو آیه اول که در آیه 18 و آیه 18 سوره فاطر و آیه 15 سوره اسراء است، در این دو آیه ولا تزر وازرة وزر اخرى که میفرماید این است که شما در یک جامعه زندگی میکنید که یک شخصی در این جامعه مثلا شراب میخورد، نماز نمیخواند، زنا میکند، مرتکب گناه و معصیت میشود. شما بار گناه او را به دوش نمیکشید، هر کس بار گناه خودش را به دوش میکشد. اما پس چرا در اینجا در سوره آیه 25 سوره نحل در اینجا میگه که هم گناهان خودشان را به دوش میکشند هم بار گناهان دیگران را؟ در اینجا ببینید دوستان عزیز، جواب در خود آیه هست. در خود همین آیه 25 دوستان اگر نشون بدن و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، هم گناهان خودشان را به طور کامل میکشند به دوش و هم گناهان کسانی را که آنها را گمراه کردند. چگونه گمراه کردند؟ مثلا یک انسانی است با فسق، با فجور، با فحشا، با منکرات مردم را فریب میدهد، مردم را به سوی گناه میکشاند و آنها هم در گناه این انسان شریک میشوند. به طور مثال یک خواننده ای است، خودش گناه میکنه، مصروف خواندن است، موسیقی، فسق، فجور. بعد یک کانسرتی میده، مردم رو دعوت میکنه که بیایید در این کانسرت من شرکت بکنید. این نه تنها گناه خودش رو به دوش میکشه، بلکه گناه کسانی که اونها رو دعوت کرده، با فریب، با پول، با تطمیع، با هر چیز، گناه اونها رو هم به دوش میکشه. یا یک انسانی است که یک عمل زشتی رو در یک جامعه رواج میده. کسانی که به این عمل زشت عمل میکنند تا روز قیامت گناهش به گردن کی است؟ گناهش به گردن همین شخصی که این گناه و این معصیت رو چیکار کرده؟ در یک جامعه رواج داده. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یک حدیث صحیح میفرمایند که کسی که در اسلام سنت خوبی گذاشت، یک عمل خوب، مثلا چیکار کرد؟ آمد در یک جامعه یک کتابخانه ای رو درست کرد، کتابخانه عمومی. مثلا در صدر اسلام نبوده، کتابخانه عمومی نبوده، یک کسی اومد کتابخانه عمومی رو در وسط یک شهر، کتاب‌های مفید رو در اونجا گذاشت، مردم رو تشویق به کتابخوانی کرد. این یک سنت خوبی است که در جامعه این پایه گذاشته. اجر و پاداش کسانی که در اینجا کتاب میخوانند تا روز قیامت برای این شخص میرسه. صدقه جاریه ای رو که انسان مثلا پلی میسازه، بیمارستان میسازه، مسجد میسازه، کار خیری رو درست میکنه،
ثواب کسانی که این را انجام میدن تا روز قیامت یا از این بهره مند میشن برای او میرسه. و کسی که در اسلام یک سنت زشتی رو، یک عمل زشتی رو پایه‌گذاری میکنه در بین مسلمان ها، مثلا میاد سینما میسازه در یک شهری که در اونجا مثلا فیلم های مبتذل و ضد اخلاقی یا ضد اسلامی در اونجا به نمایش گذاشته میشه. تا روزی که این سینما باشه و مردم از این استفاده کنن و به سبب این سینما یا به سبب این عمل زشتی که این انسان پایه‌گذاری کرده گمراه بشن، هم گناه خودش و هم گناه کسانی که مرتکب این گناه میشن به وسیله راهنمایی این، به وسیله بنیانگذاری این، به وسیله دعوت این، گناهش به دوش آنها میرسه. پس در اینجا هیچ گونه تناقضی بین این آیات قرآن کریم وجود ندارد. یکی گناهان شخصی است که مردم انجام میدن، یکی کسانی که پایه‌گذاری گناهان زشت و اعمال زشت رو در یک جامعه مرتکب میشن که الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این اعمال زشت و ناپسند در دنیا حفظ بکنه. دوست عزیزی در مورد سوره هود آیه 113 پرسیده بودن. من این رو خدمت شما بیارم در اینجا. این 113 الله سبحانه و تعالی دوستان اگر نشون بدن در اینجا میفرماید که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. به کسانی که ستم کردند گرایش نیابید یا به آنها به اصطلاح همکار نشوید، همراه نشوید. اگر چنین کنید آتش دوزخ به شما خواهد رسید و در برابر الله هیچ دوست و یار و یاوری ندارید و شما یاری نمیشوید. کسانی که در تداوم ظلم و ستم و حکومت‌های ظلم یاری میرسانند، ولو اینکه این یاری رساندن به وسیله یک کلمه باشد، یک کلمه کوچک، مثلا بله خیر، با یک بله گفتن و یاری رساندن به یک ظالم انسان امکان دارد که تا قعر جهنم به اصطلاح مستحق عذاب الهی شود و نصرت مسلمان ها و نصرت مظلومین ولو با یک کلمه شاید برای انسان اجر و پاداش بی پایان داشته باشد. پس هیچ وقت یک مسلمان نباید در راستای تقویت و ادامه حکومت‌های ظلم و ستم و حکومت‌هایی که اسلامی نیستن با اسلام و با دین اسلام و با قرآن و با سنت و با توحید یکتاپرستی مبارزه میکنه اونها رو یاری بکنه. و اینکه انسان رأی بده به این حکومت‌ها که این دیگه جرم بدتر از گناه است. بعضیا بگن خب انتخابات، شاید شما نظرتون در مورد انتخابات مثلا در فلان کشور چیز دیگری است، چرا در مورد انتخابات مثلا در ایران اینطوری قضاوت میکنید؟ ببینید اگر یک انتخابات در یک کشور کفری، در یک کشوری که به اصطلاح حالا به شکلی از اشکال نظام اسلامی در اونجا نیست و در اونجا مثلا دو گزینه وجود دارد و از این دو گزینه یکیش به ضرر اسلام است، یکیش حداقل ضرری به اسلام نمیرسد اگر نفعی به اسلام هم نداشته باشد اگر او به قدرت برسد. در اینجا ما همون قاعده شرعی رو که اخف الضررین هست، یعنی کمترین ضرری که متوجه دین می شود رو در نظر می گیریم. حتی لازم است که در همچین رأیگیری های شرکت شود، نه به معنی اینکه ما این شیوه حکومتداری رو قبول داریم، دموکراسی رو قبول داریم، حکم به غیر ما انزل الله رو قبول داریم. نه، اینا همه قواعد و اصول اساسات اعتقادی است، این به جای خود. اما وقتی ما مثلا در یک جامعه میبینیم که رأی تو سبب خواهد شد که ظلم و ستم از مسلمان ها برطرف شود، آزادی عبادات و شعائر دینی برای مسلمانان به دست آید،
در اینجا این نه تنها که باید شرکت کرد بلکه واجب است که شرکت کرد. همونطوری گفتم نصرت دین، نصرت مسلمان ها ولو با یک کلمه باشه این واجب است بر مسلمان ها. اما در بعضی از حکومت هایی که چه شما در انتخابات شرکت بکنید و چه انتخابات شرکت نکنید تأثیری در زندگی نخواهد داشت و تأثیری در حیات مردم نخواهد داشت، در اون صورت شرکت نکردن بهتر از شرکت کردن است. چون در این حکومت ها مانند حکومت ایران این یک بازی شطرنج است. یک روز اصلاح طلب میاد، یک روز محافظه کار میاد، هدف فقط طولانی کردن عمر این نظام است، نه به خاطر آسایش مردم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید بیننده گرامی، بفرمایید. سلام جناب استاد، وقت بخیر، خوب هستین؟ سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما. سلامت باشید جناب استاد. چند روز من خواستم تماس بگیرم، بعد موفق شدم گفتن که ساعت 6 جمعه زنگ بزنید. من یه سوال خصوصی داشتم، الان میتونم بپرسم یا بعداً بپرسم؟ یه سوال درباره طلاق. سوال خصوصی رو که نمیشه در برنامه زنده پرسید. اگر سوالتون رو بفرستید، بله سوالتون رو بفرستید، من بعد از برنامه جوابتون رو بدم. اگر که اونقدر خصوصی هم نیست و بقیه بینندگان بشنون اشکالی نداشته باشه میتونید اینجا مطرح بکنید و الا بعد از برنامه تماس بگیرید، من در خدمتتون هستم. حالا اونجوری هم خصوصی نیست، حالا گفتم به خاطر وقت برنامه شما گرفتن نشه، به خاطر گفتم سوالم این بود جناب استاد، اگر کسی روی کاغذ به همسرش بنویسه که اذانت فرزندان با توه و چون هر موقع خواستی میتونی بری، یعنی این خط، این چیزی که نوشته طلاق محسوب میشه؟ چون اون خانم میگه که این طلاقه، حالا پیش یه ملا هم رفته گفته طلاقه، باید حلاله بشی. حالا این قضیه حلاله چجوریه؟ بعد این واقعا طلاق میشه؟ حالا کسی در کاغذ نوشته باشه که حضانت فرزندان با تو است، این حضانت فرزندان با تو است، این طلاق که نیست. حالا مثلا من بگم که مثلا به طور مثال شما بیایید مثلا به همسرتون بگید که خب ولایت یا حضانت، همین اصطلاح شرعیش ولایت است، ولایت فرزندان با تو. میرن در دادگاه ولایت فرزندان رو میده مثلا به همسرش یا برعکس. در این یا پدر یا مادر از ولایت فرزندان مثلا صرف نظر میکنه. در این مسئله طلاق نیست، این مسئله ولایت فرزندان است. اما این که بگه هر وقت که دلت خواست برو، این هم لفظ صریح طلاق نیست. بله بله متوجه شدم. بله. حالا رفتم پیش یه ملا، اون گفته نه این طلاق باید حلاله بشه. حالا من گفتم آقا اینی که گفته حلاله، اصلا من شنیدم میگن حلاله کلا حرام، حلاله یه چیزی بوده که حالا اصلا رد میکنن حلاله رو. بعد بله رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی که این عمل رو انجام میدن اینها رو لعنت کردن. ببینید حلاله یعنی که اینطوری مردم فکر میکنن که اگر یک کسی، اونم همسرش رو اگر 3 طلاق داده باشه، در 3 مجلس جداگانه 3 طلاق داده باشه، رجوع نکرده باشه، این انسان دیگه نمیتونه با اون زن ازدواج بکنه. این رو اسلام به خاطر ارزش زن قرار داده که زن مسخره نیست که هر روز که خواستی مثلا نکاح بکنه، هر روز که نخواستی روز 10 مرتبه طلاق بده. بعد اگر بالفرض همین اتفاقی افتاد، دیگه نمیتونه ازدواج بکنه الا اینکه اون زن با رضایت خودش بدون برنامه ریزی شده، نه اینکه بیان کسی رو برنامه ریزی بکنن بگن بله با فلانی نکاح بکنه و بعد از اون طلاق بده و بعد این نه، این فریبکاری است، این جایز نیست. بعد از اون اگر که طرف به رضایت خودش بدون کدوم فشار و برنامه ریزی طلاق داد، آره بعد از اون میتونه این طرف دوباره با اون ازدواج کنه و الا نمیتونه. اینا به خاطر ارزش و مقام والای زن بوده در دین. درسته، ممنون، خیلی لطفی کردین جناب استاد. خواهش میکنم، تشکر از شما. سلامت باشید. بنده باشید، خدا خیرتون بده. سلامت باشید. خداحافظ شما. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی. این هم از سوالی که دوست عزیزمون در مورد تناقضاتی که ادعا شده بود در قرآن کریم وجود داره.
بیننده پرسیدن که آیا حجامه کردن روز معینی دارد یا هر روز انسان میتونه حجامه بکنه و اشکالی نداره. این بیننده رو پاسخشو بدیم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله استاد سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. انشالله که خوب هستین، صحت شما خوب است. سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید. استاد محترم، من یک سوال داشتم درباره همین نگهداری حیوان خانگی، به خصوصا گربه یا پیشک. ما همراه کسی از شهروندهای مراکش هستن، از اینا بله. گفتن شافی مذهب هم در اون درست. گفتم که مثل که حدیثی وجود داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم گربه داشتن یا این رو جایز دانستن چنین چیزی. آیا چنین چیزی صحت داره از نظر شما؟ چنین چیزی وجود داره یا این حدیث ضعیف است؟ یا اگه جواب بدین خوش میشه شما. بسیار خوب. ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از نگه داشتن سگ‌ها در خانه منع کردن. متوجه هستید؟ اما در مورد نگه داشتن گربه یا پشک یا قطه که در عربی میگن، در هیچ منعی در دین مبین اسلام وجود ندارد، بلکه در یک روایتی هست و روایت صحیح است که رسول الله صلی الله علیه و سلم طوری، چطور به شما بگم که یک اصطلاح فارسی مناسبی باشه، میفرمایند که اینا مثل مهمانان خانه های شما هستند، گربه هایی که در خانه رفت آمد میکنن. و امروز از نگاه علمی هم ثابت شده که سگ ها دارای ویروس های بسیار خطرناکی هستند که با وجودی که میگن که بالا واکسن میزنن و فلان میکنن اینها، ولیکن با این وجود که بیماری های خیلی خطرناکی رو میتونن به انسان ها منتقل بکنن، برعکس گربه ها که همچین خطراتی ندارن. و گربه یکی از حیوانات خیلی پاک و تمیز هست، یعنی شاید شما نزدیک دیده باشید روزانه حداقل خودش رو چندین بار تمیز میکنه. بله خیلی تشکر، زنده باشین. حتی یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ابو هریره رضی الله تعالی عنه نام داره، این ابو هریره به خاطر این میگفتن که ایشان روزی خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمدن، یک گربه‌ای در آستینشون بود. بعد از اون گفتن که ابو هریره، یعنی به اصطلاح ای صاحب گربه به اصطلاح. بله. بله. باید یک چیز دیگه هم شنیده بودم، همین یک رقم مار است به اسم مار جعفری، نمیفهم مردم هرات میگم چون خودم از هرات هستم. بله. یک خط سرخ داره به وسط همین مار، یک خط سرخ کشیده و همین یک داستانی بود به هرات، مردم هرات مشهور است، میگن یک زمان همین مار پیامبر گزیده بوده چی رقم، باز گربه همین سر مار خورده و باز پیامبر هم پنجه خود رو مار کشیده. چنین داستانی. نه این داستان خرافی است، واقعیت نداره اینا. بله واقعیت نداره. خیلی جان سپاس. نگهداری گربه به خانه خود مشکلی نداره؟ نه مشکلی نداره در خانه. تشکر جان، زنده باشید، سلامت باشید. دعا کنیم. الله مطالب سن کنه. فی امان الله. تشکر میکنیم از این بیننده عزیز و گرامی. در مورد حجامت پرسیده بودن بیننده عزیزی که آیا روز معینی داره. در حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده که در روزهای 17 19 و 21 سنت است که حجامه را انجام بدید، منفعت بیشتری خواهد داشت. روزهای 17 و 19 و 21. همچنین در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و پنجشنبه ذکر شده است و همچنین در ساعات صبحگاهی قبل از صبحانه خوردن تشویق شده است. و اما اگر
کسی بنابر ضرورت عاجلی میخواد حجامه بکنه، در هر روز در هر زمانی میتونه انجام بده. اینا فقط تشویق شده بیشتر به این اوقات که به اصطلاح یعنی روزهای 17 19 و 21 ماهای قمری، چون بعد از تکمیل به اصطلاح قمر هست و به خاطر این قضیه مد و جزری که مهتاب سبب میشه، فشار خون بالا و پایین میشه، این بیشتر در این روزها تاکید شده. این هم در مورد حجامت که بیننده عزیزی که 4 شماره آخرشان 4915 هست این سوال رو پرسیده بودن. بیننده عزیزی نوشتن که در خارج زندگی میکنن، خانمشون در افغانستان هست، یک دخترک کوچیکی هم دارن و با پدر و مادرشون یک جا زندگی میکنن، ولیکن مشکلاتی دارن در خانه که مثلا اگر لباسی برای خانمشون بخرن، برای فرزندشون چیزی بخرن، پدر و مادرشون بانه‌گیری میکنن و میگن که هیچ کاری رو نباید بدون اجازه پدر و مادرش انجام بده و سر صدا میکنن، سخنان ناپسند میزنن. نوشتن که خلاصه کلام این که هر کاری که بکنن به مزاج به اصطلاح اونها خوششون نمیاد. طبیعتا در مقابل خانومشون و فرزندشون هم احساس ناراحتی میکنن. نوشتن که این روال ادامه دارد، اگر یک جایی باشن یا جدا بشن میترسیم که دعای بد بکنن. از خیرتان جواب بدید. این رو بیننده ای که 4 شماره آخرشون 1736 هست این سوال رو پرسیدن. ببینید، آنچه که برای پدر و مادر واجب هست و الله و رسولش تاکید کرده و بالوالدین احسانا، رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد پدر در مورد مادر تاکید کردن، احسان نیکی فرزندان بر پدر و مادر است، نه نیکی و احسان عروس بر پدر و مادر شما. اینکه یک عروسی به پدر شوهرش، مادر شوهرش یا خسر و خشوع به اصطلاح تاجیکا و افغانها نیکی میکنه، احسان میکنه و با اونها رفتار خوب میکنه و با اونها خدمت میکنه، این از احسانی است که عروس میکنه و در مقابل این احسان اجر و پاداش فراوان از الله سبحانه و تعالی میبره. فرض نیست بر او، واجب نیست، بلکه یک احسانی است که عروس میکنه. نیکی به پدر و مادر وظیفه فرزندان است، یعنی اگر پدر و مادری دختر دارد، پسر دارد، باید خدمت آنها رو بکنن. اگر عروسشان نمی کرد، داماد یا فرزندشان حق نداره که همسرش رو مجبور بکنه که برو خدمت پدر و مادرم رو بکن. میتونه خدمتکار بگیره، میتونه کسی رو بگیره که مثلا براشون غذا بپزه، در خانه براشون کمک بکنه اگر امکانات مادی رو داشته باشه. این واجب و فرض نیست که عروس بیاد خدمت. من در یک برنامه مفصل در این مورد صحبت کردم، این جزء وظایف عروس نیست. منتها اگر بخوایم همه زندگی رو بر اساس وظایف ما جدا بکنیم، مثلا عروس بگه خب وظیفه من نیست که به پدر و مادر تو کمک بکنم، خدمت بکنم. خب خیلی از مسائل دیگری هم در زندگی وجود داره که شوهر انجام میده اما از نگاه شرعی وظیفش نیست. به طور مثال زن در خانه همسرش مجبور نیست که در خانه شوهرش مجبور نیست که غذا بپزه، مجبور نیست که لباس بشوره، مجبور نیست که خانه رو جارو بکنه. این جزء وظایف زناشویی نیست. اما وقتی یک زنی این کار رو در خانه انجام میده، این رو باید بدونه که شاید همسرش اعمال خیلی بیشتر از این رو که حقش باشه و نیاز زندگی زناشویی باشه برای او داره انجام میده. اگر ما بخوایم بر اساس آنچه که در شریعت آمده، در قرآن و سنت آمده، وظایف رو تقسیم بکنیم، بقیه همطوری بشینیم بگیم آنچه که در دین وظیفه من است من اونجا به بقیه‌اش کار ندارم، بعد اون زندگی نمیشه. همه این مسائل، این مشکلاتی که در زندگی است، بر اساس تفاهم، بر اساس الجزاء الاحسان الا الاحسان،
آیا جزای نیکی غیر از نیکی میتونه باشه؟ اینا رو باید که عروس و داماد و پدر و مادر و زن و شوهر اینا بین خود حل بکنن. داستانی که قبلا هم در برنامه ذکر کرده بودم، یک روز کسی اومد خونه دید که خانمش غذا نپخته. گفت چرا غذا نپختی؟ گفت والله امروز خواندم که امام شافعی گفته که غذا پختن وظیفه زن نیست. گفت خب باشه. رفت یک چیزی خورد و خلاصه خوابید. عصر که بلند شد خانمش گفت که یالا آقا بریم بازار، میخوام خرید بکنم. گفت که برو به امام شافعی زنگ بزن که بیاد ببردت، چون که بازار بردن وظیفه مرد نیست، جزء به اصطلاح قواعد وظایف زناشویی نیست که تو الکی بری بازار مثلا بری خرید بکنی. آنچه که از نفقه و لباس و غذا نیاز باشه طبق شرع، اونم بالمعروف، مرد خودش حاضر میکنه برای تو میاره. اینکه تو بری مثلا بازار بری هر چی که دلت خواست خرید بکنی، این جزء وظایف مرد نیست. پس بر این صورت ما اگر بخوایم وظایف رو تقسیم بکنیم بر اساس شرع، زندگی نمیشه. این تقسیم بندیایی که در شریعت آمده، پس هدفش چی است؟ پس اینا الکی آمده؟ نه، اینا به خاطر این است که فردا اگر سر یک مسئله نزاعی بین زن و شوهر به اصطلاح بروز کرد، به قاضی که مراجعه میکنن بر اساس این احکام حکم میکنه. بقیه زندگی باید بر اساس تفاهم بین زن و شوهر باشه. پس همسر شما حق داره که از شما بخواد که براش خانه و زندگی جدا آماده بکنید. اگر نمیخواد حق داره که با پدر و مادر شما یک جا زندگی نکنه. شما اگر برادر دیگری دارید، خواهر دیگری دارید، کس دیگری دارید، میتونه پدر و مادرتون با اونا زندگی بکنه یا اونا پیش پدر و مادرتون زندگی کنه. وظیفه زن شما این نیست که حتما با پدر و مادر شما زندگی بکنه. اما به خاطر مشکلات، سختی ها و نیازهایی که در زندگی وجود داره و مشکلات مالی، اینا رو باید همسر شما در نظر بگیره و در موارد مثل این سعی کنه که کوتاه بیاد، صبر بکنه و در مقابل این کوتاه آمدن و صبرش اجر و پاداش میگیره. مسئله دوم این که پدر و مادران باید این رو در نظر بگیرن. بعضی از پدر و مادرها اصلا سیاست یک بام و دو هوا دارن. اگر دختری رو به شوهر میدن، دخترشون رو 1001 شرط بالای اون داماد بیچاره میگذارن که دختر من دست به سیاه‌سفید نباید بزنه، دختر من اینطوریه، دختر من اونطوریه، خونه مستقل براش باید بگیری، نمیدونم زندگیش باید اینطوری باشه، فلان باشه، با پدر و مادر تو یک جا زندگی نکنه. 1001 شرط و شروط برای داماد میگذارن. منتها وقتی عروس خونشون میاد کلا عوض میشن. وظیفه عروس است که به اینا خدمت بکنه، وظیفه عروس است که به اصطلاح پسر اینا رو ازشون جدا نبکنه، وظیفه عروس این است که مثلا صبح ظهر شب غذا برای اینا بپزه، لباساشون رو بشوره. کل خدماتی که یک کنیز انجام میداد در زمان گذشته رو باید عروس در خانه پدر شوهر و مادر شوهرش باید انجام بده. نه باید پدر و مادر اینطوری یک به اصطلاح یک بام و دو هوا برخورد بکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که آن چیزی که برای خودت میپسندی برای برادر مسلمانت هم بپسند. اگر دوست داری با دختر تو در خانه بخت به این شکل رفتار بشه، تو هم به همون شکل با عروست برخورد بکن. وانگهی نیایید روی این مسائل لباس و غذا و حالا مثلا یک هدیه خریده بانگیری نکنید. زندگی رو به کام فرزندتون تلخ نکنید. بابا جان، این شخصی که الان شما دارید به خاطرش این همه بهانه گیری میکنید، این میتونه سبب ناراحتی فرزندتون باشه، میتونه سبب سعادت و خوشحالی فرزندتون باشه. شما اگر فرزندتون رو دوست دارید باید آرامش و سعادتی رو دوست داشته باشید، نه باید زندگی رو تلخ بکنید، نه باید سبب ناراحتی یا اندوه او بشید. باور کنید که خیلی از پدر و مادرها اگر رفتارشون رو با عروسشون تغییر بدن، هیچ جنجال و مشکلی در خانه ها رخ نمیده. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم استاد
من مجددا زنگ زدم. بفرمایید. بازم سلام خدمت شما. سلام علیکم. استاد، من یک سوال دیگه به ذهنم اومد. من درباره یکی از قاری‌های مشهور از مصر است، شاید شما بشناسید. بله. به اسم قاری هشام العربی. تقریبا آدم جوانی یا قاری جوانیه. بله. ولی خیلی صدای زیبا داره و تلاوت قرآن شریف رو به خیلی سبکای مختلف کرده. بله. بخصوصا سوره انسان بار اول که از صدا از شنیدم، یعنی واقعا اشکام ریخت. درست. خیلی مقبول تلاوت میکنه. و همچنان سوره والفجر و چند سبک میکنه. گفتم از نظر شما اگر شنیدی یا از این بابت میخواین بشنویم یک معلومات اگر برای ما بدین درباره آیا چنین قرائت درست هست، جایز هست در اسلام؟ چون قرائت خیلی خاصه، مثل دیگه قاریان قرائت نمیکنه، یک سبکای خاص داره. باشه، من نشنیدم حقیقتا قرائت ایشان رو، میشنوم. انشالله در برنامه آینده صحبت خواهم کرد. اما یک صحبتی که قبلا من داشتم در مورد قاری عبدالکبیر حیدری و سبک به اصطلاح راگ و نمیدانم داخل کردن موسیقی در قرآن کریم، ببینید هر چقدر قاری که خوش لحن باشد، خوش صدا باشد، قرآن کریم رو خوب تلاوت بکند، به شرطی که شروط تجوید رو مراعات بکند، مخارج حروف رو مراعات بکند. بعضی از قاری‌ها مثلا در جایی که 2 تا 3 تا مد باشد، این 20 تا مد میکشد. یعنی این کلا توهین و اهانت به قرآن کریم است. آنچه که از شروط تجوید و تلفظ حروف زبان عربی باشد قاری مراعات بکند، ما با این لحن ها و با تلاوت ها مشکلی نداریم. خب من خودم شخصا راستش آقا تخصص ندارم، ولی چون دیگه سبک و دیگه یک سبک جدید قرائت میکنه و خیلی کسا البته که شنیدن به حساب خیلی یعنی به دل اینا شیشته این رقم برای شما. درست. و شما بازم بزرگوار رو حتما گوش میکنم. حتما گوش میکنم انشالله. نگاه تجوید و اینا خیلی چون خودم اصل عرب دیگه از مصره. درست. ولی خیلی واضح هم میخونه، خیلی تلفظ اینا واضح میکنه، ولی سبکایی که میخونه خیلی سبکای متفاوت داره و جالب است. چشم، حتما این رو گوش میکنم. در برنامه آینده صحبت میکنم. به اسم هشام العربی پیدا کردم. بله. پیدا کردم. تشکر از شما. تشکر از شما. سلام باشید. خدا نگهدار شما. بیننده‌ای که 4 شماره آخرشون 8198 است نوشتن که همراه یک دختری حرف میزنن که به ایشان داده شده، یعنی نامزدشون هست، اما خطبه نکاح خوانده نشده. چه حکم دارد؟ اگر معلومات بیشتر بدید. ببینید برادر عزیز، نکاح یعنی چی؟ اینکه خطبه خوانده میشه این جزء شروط نکاح نیست. خطبه خواندن یک وعظ و نصیحت است. یعنی ملا میاد، شیخ، ملا در دادگاه در هر جایی که شما نکاح میکنید، بعد از اینکه مثلا از شما میپرسه که آیا این دختر رو به عنوان همسرت قبول میکنی، از دختر میپرسن که آیا این آقا رو مثلا به عنوان شوهرت قبول میکنی، از پدر دختر میپرسن که تو دخترت رو به ازدواج این پسر در آوردی، 2 تا شاهد هم از شاهدان میپرسن که شما شهادت دادید. این است نکاح. این که مثلا ملا شروع میکنه الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله یا ایها الناس اتقوا الله، اینا نصیحت است. این ربطی به نکاح نداره. نکاح اصلا همون اجاب و قبول است. زن و شوهر همدیگر رو قبول کردن، ولی دختر باشه قبول بکنه، 2 تا شاهد هم شهادت بدن، تمام این نکاح است. و بعد از این نکاح صحبت کردن جایز است. خدا کنه که 24 ساعت صحبت بکنن، حتی با هم دیگه ملاقات بکنن، با هم دیگه برن. در عرف عادات ما یعنی همه اینها باید بعد از عروسی باشه. نه، اینطوری نیست. مثلا مجرد اینکه اجاب و قبول صورت گرفت، اینا با هم دیگه محرم شرعی هستن، میتونن با هم دیگه صحبت بکنن، میتونن برن بازار بگردن، خرید بکنن اینا. و این
کلا یک سری مسائلی هست در عرف و عادات مردم برعکس شده. مثلا اصلا عروسی، آنچه که به اصطلاح ولیمه ازدواج هست، عروسی که امروز ما بهش میگیم یا در افغانستان توی میگن عروسی، این بعد هست همبستری است. یعنی نکاح میکنند، بعد در مجلس نکاح طبعا دف زدن هست، مردم رو غذا دادن هست، همه این کارا هست. یعنی مانع شرعی وجود ندارد. نکاح می صورت میگیرد. اصل این است، نکاح است. بعد از نکاح وقتی که عروس و داماد رفتن و در خونه خودشون مستقر شدن، همبستر شدن، فردای آن روز یا یک روز بعدش میان یک ولیمه میدن، غذای آماده میکنن، مردم رو دعوت میکنن. اصل شرعی این است، روش شرعی به اصطلاح ازدواج این است. اما امروز مردم نه، خواستگاری است و بعد از اون نامزدی است و بعد از اون نکاح هست و بعد از اون عروسی است و بعضی از خانواده‌ام انقدر سخت میگیرن که داماد بیچاره در طول مدت نامزدی چند بار دست و پاش میشکنه تا که از سر دیوار خودشو بندازه پایین تا یک نیم نگاهی ببینه به اصطلاح همسرشو یا نامزدشو. این عادات و تقالید است. با عادات و تقالید یک جامعه تا حد امکان که مخالفت با دین نداشته باشه باید احترام گذاشت. عرف است، عادات است. اما شرعاً این گونه است. خواستگاری میشه، بعد از اون قبول که شد ایجاب و قبول صورت میگیره. اصل نکاح هم امین است. و بعد از اون بعد از اینکه هم بستر شدن، بعد از اون ولیمه ازدواج شرعی به این گونه است. تشکر میکنیم از این بیننده گرامی. بیننده‌ای که 4 شماره آخرشون 2324 هست نوشتن که بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب انصاری صاحب محترم، خوب هستین؟ جور هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشید، زنده باشید بیننده عزیز، بفرمایید. تشکر، ممنون. انصاری صاحب، یک سوال از شما دارم، لطفا جواب بدید. بفرمایید. از اونایی که طرفداری میکنین، آیا در کدام کشورهای اسلامی به نام اسلام که امروز در افغانستان طالبان حاکم است، سلفیان میتونن رفع الیدین کنن یا خیر؟ ببینید برادر عزیز، رفع الیدین کردن، من بارها در این مورد صحبت کردم. این که اگر یک گروهی سواء طالبان باشه یا غیر طالبان باشه بر اساس تعصب مذهبی بیایند جلوی سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو بگیرند، این جایز نیست. این زیبنده یک دولت نیست. من بارها در صحبت‌ها گفتم که دولتداری مانند مدرسه داری نیست که در مدرسه مثلا یک ملایی بیاید هر آنچه که در قدوری و کافی و شافی باشد همون رو بالای به اصطلاح طالبای خودش بخواند بگه دین این است. در یک حکومت، در سایه یک حکومت، نه تنها سلفی و حنفی و شافی و مالکی و حنبلی که اینا همه فرقای اسلامی هستند، بلکه یهود، نصارا، مشرک، بودایی، این مردم هم زندگی میکنن. مثلا ما در افغانستان هندو داریم که نه رفع الیدین میکند و نه آمین به جهر میگه و نه به خدای ما اعتقاد دارد. آیا بعد این مردم کشته شون از بین برون؟ جناب انصاری صاحب محترم، خودم شخصا 4 بار مرا بردن، آخر نشدم، مهاجرت کردم چون من حافظ قرآن بودم، چیزیرم بلد نبودم، اندازه حفظ قرآن کردم چون در مدرسه پاکستان جهاد از افغانستان میزدم، دوباره ترک کردم، آمدم افغانستان. تا بار دمو زیر دولت کفری که شما میگفتین ما رفع الیدین هم میکردیم، الحمدلله 8 رکعت تراویح هم میخواندیم، آمین بالجهر منم روان بود. امروز به نام شما برادر عزیز، برادر عزیز، شما که امروز از همون دولتی که حمایت میکنین در کدام کشور کفری، یک کشور کفری را نام بگیرین که ما رفع الیدین کنیم، آمین بالجهر بگوییم. برادر عزیز، شما در زمان حکومت جمهوری در مساجد
در کابل یا در هر ولایت دیگر آزادانه رفع الیدین میکردین، عسکرای امریکایی در بگرام ترجمانای افغانی را رفع رجلین میکردن. کشور اشغال شده بود، کشور زیر اداره ناتو آیساف بود. ببینید بذارید صحبت من بذارید امیر برادر عزیز گوش کنید. طالبای سیفی ما را در موردش برنامه زنده داشتیم صحبت کردیم، شما شاید ندیده باشید. خود طالبا بله. جناب شخص سردار ولی در جلال آباد مدرسه داشت، امروز مدرسه کجا شد؟ برادر عزیز خب اجازه بدید که منم صحبت بکنم همینطور. بله شما فرمودید که در زمان جمهوریت رفع الیدین میکردید آزادانه. آیا اسلام فقط رفع الیدین است؟ آیا اسلام فقط آمین به جهر است؟ نیست. اسلام رفع الیدین آمین به جهر ای از مسائل خیلی مستحبات نماز است. درست است؟ نه فرض است، نه واجب است، نه سنت مؤکد است. درست است؟ اگر شما رفع الیدین کردید یا نکردید نماز شما درست است، در صحت نماز شما هیچ اشکالی وجود ندارد. شما در زمانی که آزادانه در کابل مردم رفع الیدین میکردن، همه خبرگزاری ها، همه تلویزیون ها، بی بی سی، CNN، صدای آمریکا، الجزیره، کل میدیا این رو اعلان کرد و همه دنیا خبر شدن که ترجمانای افغانی را رفع رجلین کردن در بگرام. شما هم شاید شنیده باشید. مملکتی اشغال شده، مملکتی که در او تقریبا 200-300 هزار. من نشنیدم. خب شما شما فقط یک سرچ بکنید بگین تجاوز سربازان امریکایی به ترجمانهای افغانی در بگرام، همه دنیایی را نشر کردن. ببینید من یک مثلا دخترای مردم که با دور ببرن خبر دارید؟ خب برادر عزیز ما بگیم از یک شاخه من تاریست محترم با خدا قبلا اینقدر مجنونتان بودم که انگار اگر روزی که من شما را گپتان از سخنتان گوش نمیکردم خوابم نمیبرد، شاید شما باورتان نشود. برادر عزیز مشکل همین است. ببینید مشکل همین است که ما نباید شخصیت پرست باشیم، ما باید خدا پرست باشیم، انصاری پرست نباشیم. گوش کنید. چون قرآن و حدیث میگین، درست. چون قرآن و حدیث میگین ما به همو. برادر عزیز من از شما یک سوال میپرسم. من از شما یک سوال میپرسم. مسئله اشغال یک مملکت، مسئله توحید، مسئله حکومت اسلامی، مسئله ولاء مهم است برای یک مسلمان، یا مسئله رفع الیدین و آمین به جهر و نمیدانم این مسائل؟ کدامش مهم است؟ قربان جناب شخص محترم، بعض مزورات همه اشغال به خاطر چی شده بود؟ همین خودشان آورده بود. خود دولت قبلی همه طالبان مدام حاکم افغانستان نبود. ولی امروز ما اشغال شده فکر میکنیم. ما نمیگیم این افغانستان هیچ وقت آزاد نشده و نمیشه. امروز شما میگین آزادی، اصلا آزادی نیست. آزادی به این معنا نیست که فقط اینا آمده باشه به نام اسلام. اینا فقط به نام اسلام آمدن، اما رفتار و کردارشان اسلامی نیست، مسلمانی نیست. شما برادر عزیز در مورد رفتار و کردار شاید در این 3 سال اخیر تندترین انتقادات را از این امارت اسلامی من کرده باشم در بین کانال های اهل سنت فارسی زبان. ببینید انتقاد بله. ببینید برادر عزیز ما باید منصف باشیم. انسان مسلمان باید منصف باشد. همین کسانی که در حکومت جمهوری سابق بودن، همین ها رفتن در بن با آمریکایی‌ها اتفاق کردن، نیروی آمریکایی را به افغانستان آوردن، کل اختیار افغانستان را به دست آمریکایی‌ها دادن. بعد از اونم به جان هم دیگر افتادن، به سر قدرت اینو بکش اونو بکش. امروز هم همونا کجا هستن؟ در قصرهای خودشان، در ابوظبی، در دبی، در ترکیه، در اروپا، در آمریکایا مشغول عیش و نوش هستن. من یک سوال از شما میکنم، شما طالب دین هستید؟ طالبان نه، طالب دین، یعنی طوری که خودتان فرمودین از قرآن هم حفظ کردین. بله. همین بعضی کسا که قاری میگه با خدا میگه قاری سیب چرا تریسین شما همی
یعنی در کجای قرار آمده خواه میگم حکومت ما خود نیست ولی مرا چی میگه شما ملا شما قاری خب منم همین از شما میپرسم منم همین از شما میپرسم برادر عزیز. بله من نگفتم که کار درست است. ببینید برادر عزیز، منم میگم که قاری صاحب محترم، شما برای من یک بدیلی غیر از همین طالبان حی و حاضر امروز بگید که اگر این طالبان نباشن اونها باشن افغانستان رو خوب میکنن. بفرمایید، من از فردا برنامه میگذارم 24 ساعت از اونها حمایت میکنم. جناب انصاری فعلا خواهی حکومتی بدیلی نداریم. میگه در بیابان کفش کنه چی است؟ نعمت است. ببینید شما یادتان هست 4 سال پیش به خاطر یک موبایل در این شهر کابل در پیش روی یعنی پوانتون کابل به خاطر یک موبایل جوان محصل ما را میکشتند دزدا؟ به خاطر یک موبایل. جناب انصاری عالی هم است. شما خود میگین در بهتر است یا نیست؟ بهتر است از 4 هست، اما بهتر از سابق است یا نیست؟ شب در بستر خواب است میبرد به خدا. اگر چند روز بعد سوال کنی میگم من ندیدم. برو. بعد صورت هر موقعی که یک بدیل بهتر از اینها را شما پیدا کردید، این شماره تلفن من تماس بگیرید. سر از فردایش گردن شما پیش خدا و رسول بسته. شما یک گروهی که واقعا بهتر از اینا هستن پیدا کنید، ما 24 ساعت از اونا تعریف میکنیم. جناب انصاری صاحب یک سوال دیگه از شما دارم، یک خواهش دارم. بفرمایید. سوال نیست البته خواهش است. یکی از همین طالبا را شما به این مناظره دعوت بکنین، بگوین خب در همین شما که داد از اسلام میزنین، همین 4 مذهب که میگین، خب پس همین چرا همین سلفی ها را چرا شما سرنگون میکنین؟ همین سلفی را خیلیش سرنگون کرد. ولی ما کدامی از ایران نام بگیرم، اما چند شخص که در عقیبشان نماز خوندیم همونا را بردم به فیضا و انداختم. ببین مولای صاحب متوکل دوست ما بودند، رفیق ما بودند، آشنای ما بودند. ما با هم دیگر بودیم، مدت‌ها ملاقات‌ها داشتیم. من میلیون مرتبه بیشتر از شما ناراحت شدم به خاطر شهادت مولانا متوکل. منتها برادر عزیز، در 5-6 سال اخیر تقریبا بیش از 1268 طبق احصایه‌ای که ما داریم از علما و دعوتگران ما را به شهادت رساندن. درست؟ مولای حیات الدین صاحبی یک صوفی مزخرف بود. من نشستم، الله متعال رحمتش بکنه، در یک ملاقات آخری که ما در مدینه منوره داشتیم، توبه کرد، گریه کرد، اشکایش جاری شد. الله سبحانه و تعالی اگر صادقانه توبه کرده باشه شهادتش قبول بکنه، جنت الفردوس نصیب کنه. گفت استاد، گفت والله نمیدانستم. گفت همین کتابای زرد گفت برای ما آورده بودن از پاکستان، گفت از روی همین میخواندم و خطبه میگفتم. گفتم مولای صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. شما خطبه میگید، میلیون ها نفر در سوشال میدیا، در مساجد پیام شما معلومات غلط از دین به مردم میدید در پیشگاه. از رسول الله صلی الله علیه و سلم خجالت نمیکشید فردا روز قیامت بگه این چی بودی مزخرفاتی که تو با خورده مردم دادی؟ باور کنید اشکاش جاری شد. گفت توبه. بعد از این گفت من افغانستان برگشتم، گفت بعد از این دیگه از این مزخرفات نمیگم، که برگشت و بعد از مدتی به شهادت رسید. ببینید من میخوایم اینو بگم خدمت شما. میبخشید جناب شیخ صاحب دیگر در این تیاره که روبرو شد الحمدلله حیات باقی مانده، شیخ صاحب عبدالرحمن عابد. ببینید عبدالسلام عابد. بله برادر عزیز، من ایره به شما میخوام اینو بگم که در افغانستان در همین زمان جمهوریت شما شاهد هستید که دکتر عاطف رو کشتن اخوانی، مولوی صاحب نیازی رو کشتن که چقدر حتی تساهل داشت در بعضی از مسائل در فتاوای خودش. جناب دکتر نیازی را خود اشرف غنی به خاطر که نماز جمعه بود
گفتی زودتر بخوام، من جای کار دارم، گفتی جا بر صورت یعنی قتل علما، ببینید قتل علما، ترور علما، زندانی کردن علما منحصر به سلفیا غیر سلفیا نبوده، همه از این نصیبشان را بردن. متوجه هستید؟ امیدوار هستیم، دعا بکنیم که ببینید جنگ خونریزی راه حل نیست. ما امروز اگر متوجه شده باشید در برنامه، من از طالبان یا از امارت اسلامی طرفداری نمی کنم. من چی میگم برادر؟ میگم به جای جنگ و خونریزی بیاییم با هم کنار بیاییم. به طالبان میگیم شما هم مسخره شیطان بیایید پایین، تعصب نداشته باشید. به طرف مقابل هم میگیم که در طول 40 سال کدام گروه توانستن با جنگ در افغانستان حاکم شوند؟ هیچ کس. بله بله. تشکر از شما برادر عزیز. یک سوال دیگه همین که برادرها بسیار انتقاد میکنن، میگم تو که یک قدر به این استقلال داری، اعتقاد داری و اعتماد داری، چرا اینقدر عالمای دیگر هم نیکوبند؟ من گفتم والا اینوش خب من تا هنوز به ایشان تماس نگرفتم، به ایشان صحبت هم نکردیم که چی میگم چی نمیگم، اونو کار خودشان است، ما نمیتونیم. چرا میگه نقد میکنه، از علما نقد میکنه؟ مثلا کی را نقد کردیم؟ مثلا کی را نقد کردیم؟ مثلا به طور مثال کی را نقد کردیم؟ مثلا قاضی زاده صاحب میگه نقد میکنه، یک چند تا قاضی زاده، ببینید استاد قاضی زاده رفیقم است، شب و روز ما با هم هستیم، دوستم است. وقتی که ببینید در دین ما با هیچ کس مجامله نداریم، در دین الله سبحانه و تعالی با قاضی زاده صاحب دوستم است، رفیقم است، همسایه‌ام است، یعنی همکار هستیم. ما در یک جای میشینیم، صبحانه میخوریم، نهار میخوریم، شام میخوریم. اما دین جداست. اگر گاهی اوقات قاضی زاده صاحب مطلبی رو گفتن که اشتباه بوده، من قبل از این که در میدیا جواب بدم در حضور خودشان نشستیم، جناب استاد این مسئله که شما فرمودید این مسئله اشتباه است، ما با هیچ کس مجامله نداریم. اگر مولوی صاحب صدیقی را اگر در موردش تند صحبت کردم، به خاطر این بود که از برای خدا آمده میگه سپاه پاسداران ایران فلان تعریف میکنه، در حالی که سپاه پاسداران ایران میدانید که میلیون ها نفر اهل سنت در عراق، در سوریه، در همه جا به دست اینها قتل عام شدن و اینها از این فوش ها و ناسزایی که به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میدن. اگر در مورد قاری عبدالکبیر حیدری تون صحبت کردیم، در این مورد من نمیتونم صحبت داشته باشم چون در همین زندگی نکنم برای فعلا نمیتونم در این مورد صحبت داشته باشم. درست، شما صحبت نکنید، اما من که از کسی نمیترسم. باور بکنید در هر جایی که باشم حرف حق رو میزنم، والله اگر بعد از اون کشتم شوم اصلا برام مهم نیست. اگر در مورد عبدالکبیر حیدری صحبت کردم که تفسیری که به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تهمت فحشا زده بود، در اونجا صدای خودش رو گذاشته بود در اون اپلیکیشن. اگر در مورد محسنی صحبت کردیم، به ام المؤمنین عایشه صدیقه تهمت میزنه، توهین میکنه به ابوبکر صدیق، به عمر فاروق، به عثمان ذوالنورین، به اهل سنت. یعنی واقعیت ها رو گفتیم. شاید یعنی کلام ما، لحنمان کمی تند باشد، اما اگر چیزی غیر واقعی گفتیم بیایم جواب بده. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر جناب استاد محترم، بسیار باز معذرت بسیار زیاد. الله متعلق سلامت باشید. ان شاء الله سلامت. تشکر. یک مسئله مهمی است برادر عزیز و دیگر دوستان، این که ما چرا باید اینطوری فکر بکنیم که همه باید مثل ما فکر بکنند، همه باید مثل ما تصمیم بگیرند؟ اینطوری نمیشه. شاید من، فکر من، تصمیم من، سیاست من، روش من با شما فرق بکنه. ما نباید دیکتاتور باشیم، یعنی یا من یا مثل ما باشید، مثل بوش که گفته بود، یا با آمریکا یا که با تروریست هستید. هر کسی که با آمریکا نباشه تروریست است. امروز متاسفانه کامنت ها رو میخوانیم، حرفای بینندگان رو میشنیم، بعضی اینطوری برخورد میکنن که انگار باید همه مثل اونا فکر بکنن. یعنی عده‌ای هستن طرف جبهه مقاومت هستن. یکی از آقای، من اسمشون رو هم اینجا چیز کرده بودم، شخصی به اسم محمد افضلی، صفحه یوتیوب فیسبوکی داره، یکی از
مسئولین سابق در حکومت سابق فعلا که با جبهه مقاومه بود. تهمت های آنچنانی داعشی است و القاعده است و فلان است این است نوشته. چرا؟ چون که فکر من با فکر ایشان مختلف است. به خاطر همین ایشان به خودشون اجازه میدن که هر تهمت و اهانتی رو، توهینی رو به من بکنن. اینطوری نیست. شما طرف هر کسی که هستید، شما هر کسی رو که دوست دارید، دلیل نمیشه که مثلا من و شما باید مثل همدیگه فکر بکنیم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. استاد محترم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد در قدم اول بسیار خوش هستیم چون ما بسیار اوایل که کوچک بودیم ویدیوهای شما را واقع در یوتیوب و بعد نوارهای داشتیم کمی مناظرهای شما رو با می روافضی ها میشنید واقع که یعنی قدمی که ما برای راه گذاشتیم با گستری نوارها و ویدیوهای شما بود. الله متعال سلامت باشید. برکت دنیا و آخرت ان شاء الله نصیب شما بگردونه. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. استاد محترم امی برادر که قبل آمدم خود گفتن که قاری صاحب محترم خود معرفی کردن، اول خودشان که کتمان حق کردن، کتمان کردن که سپاه پاسداران. والله ما در جای زندگی کنیم که ادمی روافض رزیل مشرکین مرتدین زیاد کرده یا پاستر و بشرفتر هستن، مگم در سخن حق همیشه باید سخن حق باید بگیم. ولی استاد شما وقتی که در مورد سپاه پاسداران گفتیم که او جناب قاری صاحب گفت که من اینجا زندگی میکنم، ما در مورد دی چیز نمیکنم، پس خودشان مرتکب یک گناه شدن چون که حق کتمان میکنن و از جان خود یا هر چیز خود میترسه، گرچه حتی اگه به قیمت جان انسان هم تمام شد باید حق کتمان نکنه. و مسئله دوم استاد محترم راجع به این میخواست، ما در کشور روسیه زندگی میکنیم استاد محترم. بله. استاد محترم گفته ما بعض وقت با برادرای خود وقتی که روبرو میشیم اما چون یا زیادترشان هم طبق سنتی که الحمدلله انجام میدیم، طبق مو احادیثی که پیش بردیم الحمدلله به مو طبق سنت زندگی میکنیم، بعد از برادرت دوری میجسد ما، یعنی تو بسیار علاقه نداره با ما سلامت. باور کنید استاد یک روز ما در موتر بالا میشدیم و یکی از برادرها از کشورشون نام نمیگیرم چون هر جای خود خوب و خراب خود داره، درست. یا با مسجد نماز جمعه را ادا کردیم استاد بیرون شدیم که میرفتیم طرف کار خود دوباره، حتی وقتی که ما را دید که ما در اتوبوس بالا میشم با ما یک جای نشد، پس از اتوبوس تا شد که یعنی ما پهلوی نشیم مردم را نبینه که ما امروزی فلان نفر ششتیم، گرچه ایشه بسیار به قصیز دیگه پا نیست اگر بخواه کار خود کنه میکنه، مگم استاد یا بسیار از اهل سنت و کسایی که طبق سنت و قرآن و سنت پیش میره هم برادرای مسلمان بد میبره، بعضشان الحمدلله بعضشان است که وقت حمایت هم میکنه جوانا را، مگم بعضشان استاد دوری میجسته و بعض وقت در دل ما کمک ناراحت میشیم. گفتیم این خودصاد کدا مشکل نداره، اینی که مرتکب گناه انسان نمیشه که برادر مسلمان خود ناراحت چیزی شد. نه خب این طبیعی است که انسان گاهی اوقات از رفتار کسی ناراحت شود، یعنی اونها را هم باید به خوبی با اخلاق برایشان بفهمانیم که این برخوردشان اشتباه هست. و همونطوری که من در هفته گذشته در برنامه ذکر کردم، ما در زمان غربت هستیم، یعنی در زمان غربت اسلام، یعنی شما اگر که سنت و فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در ظاهر مراعات بکنید، در جامعه مردم چپ چپ به طرفتون نگاه میکنن و این زمان غربت هست. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید فطوبی للغرباء، یعنی بهشت برین باد یا اون نعمت هایی که در بهشت است برای کسانی که در زمان غربت به قرآن و سنت پابند میمانند و این یک عزت است برای ما. قل ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنین. اینکه ما پابند، اینکه مردم ما رو بد بگن، اینکه مردم به طرف ما چپ چپ نگاه کنن، اینکه مردم با ما یک جا در یک اتوبوس سوار نشن، این تأثیری ندارد. قربان شما استاد، الله تعالی خیر و برکت نصیب کنه. استاد یک سخن دیگر راجع به این دولت‌های اسلامی وقتی که برادر گفت که حکومت دولتی که داخل افغانستان بدون شک مشکلات و کم و کاسه خود داره، گرچه اساس خود ما کسایی هستیم که خود ما کتمان نمی‌کنیم، خود ما اساس
شخص داخل نظام سابقه کار میکردیم. برای ما بهتر معلوم بود که چی ظلم و ستم سر مردم استاد جریان بود. گرچه حال حکومت رفته حال نه چیزی است که ما قابل رو فاش کنیم یا نکنیم، چون ضرر میرسه فایده اساس ما دقیقات خاص بودیم. بله. خود شما باور کنیم که شب نبود که این مردم در خانه مردم خدا نندازه. وقتی که زن مردم، کودک مردم پا و داخل شرم و حیای کلی می آمد استاد، مگم مجبور اما حقی که کتمان میکنه. حال بعد از علما همین قسم، چون ما خود نمیدانستیم وقتی همین علمای حج اوقاف که بود استاد محترم باور کنه که یا مستقیم فتوای میداد در مقابل همین مردم که یا دادخانه‌شون داخل میشه یا رو بزنین، یعنی هر کاری که میتونن بکنن خاطر سرکوبی مردم همین علما بوده. و اگر ما نمیتون گرچه ما اگر ما به حق ما باید به حق پی میبردیم، حق باید جستجو میکرد مگر ما هم داخل خب الله مطال سپاس میکشم که ما را برای راست هدایت کرد بدون شک. مگر اساس کسایی که حکومت سابقه یا از هر حکومت طاغوتی حمایت میکنه الله مطال در دنیا و آخرت تو رو بشرانه، به خاطر اینکه مردم واقعا استاد اونجا بسیار زیر فشار بودن. یعنی بعد وقت که یاد میاد وقتا ما را گریه به این میگیره که واقعا سر دو مردم استاد بسیار ظلم بود. والله کسی کتمان دو سابقه کنه که ظلم نبود، والله ظلم بود سر مردم. شما فکر کن استاد که امراه خانم خود انسان خواب است، حتی در هر حالت اولادش خواب است و تو داخل خانه میشی و با هر حالت است و میگه که از خانه بیرون شو برو در خانه دیگه. والله عجیب بدتر بود استاد، داخل خانه مردم داخل میشه استاد. حتی بعضی از شبکه‌ها برادر عزیز، حتی یک شبکه تلویزیون هلندی در یکی از عملیات‌های شبانه نیروهای ویژه امرای اینها با فیلمبردارایشان رفتن در منطقه هلمند بود فکر کنم، و این فیلم رو من از یک کانال هلندی دیدم که یعنی با لگد میزدن نیمه شب، ساعت 1 و 2 شب دروازه خانه را باز میکردن. با کاش که بتونم الان نشان بدم برای بینندگان که زن را از موی سرش از جاگه خوابش میکشه سرباز آمریکایی و او ترجمان بی غیرت و نیروهای به اصطلاح افغانی که امرایشان هستن همینطوری دارد گپای فوشایی را، گپای او عسکر آمریکایی را به پشتو ترجمه میکنه. والله استاد از آن ویدیو نزد خود ما استاد، چون که ما شاهد دو صحنه هستیم، برادرای خود ما که استاد کار کردن در این چیز ولی قطعات اسپیشال فورس بودن که ما میرفتن. والله دیگه هدف ما که اساس الله متعال گرچه ما بسیار عفو میخوایم از الله متعال که چیزایی که انسان مرتکب میشه در زندگی نمیتونه جلوگیری کنه و رفته از بعد انسان بدون شک باشه. مگه استاد واقعا ظلم بود این کارهای خود چیزی که بود در رسانه بود غیر رسانه استاد مردم بسیار یک وجه بدی مردم میرسدن. کسایی که حال این نظام درست است که نظام مشکلات خود داره، مگم والله اون نظام شدیدتر از اون چیزی که با بنی اسرائیل گذشت فکر میکنم که یک اندازی به اون مردم رندیدی که سمت جنوب بود ما حمایت نمیکنم حالا سمت زبان چیزی، مگر مردم بسیار ظلم کردن. اگر از سمت شمال قماندانا یا مجاهدینی که استاد اونجا میرفتن اصلا ور کافر میدانستن و مردمی که در اونجا زندگی میکردن دلیل شواب تروریست میدیدن، کالایی که کلتور از مردم بود وارد تروریست میدیدن، اصلا به هیچ چیز وای احترام نداشت. اگر کسی فقط ریش داشت سر زمینای خود بود 20 رقمی رو تلاشی میکرد هیچ گناهی هم نداشت. اگر تو صدای خود بالا میکردی دارم استاد باور کن چندین ادمی جوانایی که داخل می نظام بودن به خاطر می که حمایت از این مردم میکردن، حمایت از مردم ملکی بیچاره که مثلا در جنگ نبودن شامل نبودن، ولی که از خانواده که از یک فردش در جنگ نباشه به این معنا نیست که تمام خانواده امروز که با جنگ است. یا ظلم یا به قدر بودن که سر طفل دو خانوادم یا ظلم کردن، سر سیاست دو خانوادم ظلم کردن. والله از اون نظام که هر کس از باید توبه کنه و شب و روز از الله متعال مغفرت به طلبه که ظلم سر مردم روا داشتن. مردم کابل آرام بودن، مردم کابل در هر زمان آرامش خود داشتن و با ما نمیگیم که مردم مگر جوانایی که میرفت اونجا شهید میشد و کشته میشد بر دو طرف زیانی که به مردمای غریبی بدی منطقه بود و یکی به یکی دیگه میرزال میکنیم تو واقعا جریان داشت. دیگه نمیدانم که چی رقم کلام الله رو بعد قاری صاحبا تلاوت میکنه با این زبان خود. خداوند زبانای داره قد بگردانه که از حق یا کتمان میکنه و میفهمه که اون نظام طاغوتی و ما کار کردیم. ما برات میگیم که ما طاغوت این مردم بودن، خود تو چرا باور نمیکنی؟ تو خود نبودی، تو خود صحنه ندیده بودی که سرت مردم چه رقمی ظلم میکرد. تو فکر کن که
برادرت است و یک بیگانه میاره او را میزنه. به این قسم بود که با این نیرو همی خارجی ها بود در خانه که داخل میشد به قسم داخل میشد. تو باور کن استاد بعد ویدیوات که داخل ویدیو خودت تا میگه مردم با ما نبود یا میگفت که ما خوش داریم که خانه ها رو دروازه‌شون بشکنیم وارد شیم و یا رو بکشیم. والله علی بدتر بود. در هر جایی که داخل ولایت‌های استاد دوردست بود که در کندوز خود ظلم میشد. من فکر نکنم در 34 ولایت اگه قدر ظلم شده باشه. این مردم بسیار ظلم کرده. من نمیدانم واقعا که شرم انسان میگه بعض علما و بعض قاریایی که خود قاری قرآن میگیره و یا میای از او سابقی حمایت میکنه یا نظام کنونی رسید. نظام کنونی اگه مشکلات خود داره حداقل والله ما حرام است این کار خانوادگی ما دمیه افغانستان است. از حیا ما دیگه هستیم که ما ذلت میبینیم. ذلتی که یا ذلیل شدن مردمایی که ظلم خدا کردن. والله ذلیل از خدا خوار ذلیلشان داخل می دنیا کرده مگر یا هیچ سرشان پایین نمیاد. هنوزم به مو شطرنجای سابق خود فکر میکنه که بعد نظام به والله با خود عهد کردیم که ولی بار اگه یا باز بخوای اگه چنین کار کنه والله خود ما دیمیجا با دیوالای ما کل حاضر هستیم در مقابل دمی مرتدین و مشرکین باز بجنگیم اگه یا داخل وطن باز داخل تعبیر و نظام هر نظامی که هست همین نظام بر حق است. فعلا نی بدیل وجود داره. اگر کمکاری کار داره یعنی کمکاریش دست نمی خبیثای شما هستین که تمام در غرب سر و صدای شما سر از این نظام حمایت کرده نمیتون بلکه هنوز او را تخریب کرده میرین. یعنی یا استاد محترم نی به قرآن نی به حدیث یا به هیچ چیز احترام نداشتن یا کسایی که ریش داشتن او را تروریست میدیدن. والله ما بودیم ویدیو میخواین هر چیز که میخوایم استاد ما دمون نظام کار میکردیم از دمون نظام مگر به اون نظام که الله ما رو برای راست کل ما هدایت کرد. بدون شک وقتی که بودیم تا جای کوشش میکردیم که به مردم ستم نشه ظلم نشه به مردم به زور وارد خانه‌های مردم نشه. این چیزا زیاد جلوگیری شده اما لطفا کاری صاحبایی که اینجا میای از اون نظام حمایت نکنین. والله شما با آخرت خود رفتنی هستیم. کل ما شما چند روز از این دنیای مرگ بانین که خیر است. اگه در این نظامایی که مثلا در ایران کار میکنیم در هر جای کشورهایی که کار میکنیم این رو به خود تحمل کنیم. این ذلتی که سابق ما به این مردم آوردیم آیا از این ذلت شما نمیخواین که ببینین خانواده‌های تو مردم گم بودن حال فعلا که الله متعال یک آرامش فامیلای کلی دیگه اونجا استاد در آرامش است. حفظ عفت و تمام چیزشان اونجا به هر چیز خود میرسن. به این معنا نیست که باید در خانه هر کس پلا و چلاو باشه. والله ما در این کشورها هم هستیم قدر به ما مساعد نمیشه چون مشکلات خود داره. مگه این مردم اصلا فقط میخوای کلنکرودارای زیری در پشت زیاد خبیثا باشه و بچهای مردم کشته شوه و نام زیاد آخر مارشال و خبیث نمانده شوه. دیگه استاد وقتتان زیادتر نمیگیرم دیگه. فقط یک سوال از شما میپرسم چون که همه ما شاهد بودیم متاسفانه از سال 2000 و بعد مشکلاتی که در افغانستان ایجاد شد. یک چیزی که واقعا من خودم تعجب میکنم و این رو دوست دارم از زبان شما بشنوم. آیا باور میکردید با همین ظلمی که در ارزگان، در هلمند، در قندهار، در این مناطق شد بالای این مردم، بالای همین خانه‌های اینا، بالای همین کسایی که امروز در قدرت هستن درست؟ آیا تصور میکردید که اینها به این اندازه صبر داشته باشن، گذشت داشته باشن که امروز از مردم انتقام نگیرن، حتی از همون اعضای حکومت سابق هم انتقام نگیرن؟ استاد باور به خدا کنه سلام ما به صبر زیاد میگیم. والله سلام به صبر زیاد میگیم که به خانه‌های زیاد مردم استاد داخل شدن، شروع چپاول کردن، یا را زدن، کوبیدن. یعنی ظلمی که استاد شما به زبان شما میاد او ظلم ما دیدیم، او ظلم این مردم انجام داد استاد. والله به صبر زیاد سلام. ما رو استاد یک کس با سیلی زده بود. استاد ما رو با سیلی زده بود یک زمان. درست. استاد ما رو با سیلی زده. شما باور کن بعد از 5 سال یک خیر مرمی و دست پاش ما میده کردیم استاد. این رو ما با شما گفتم میتونم استاد. ما رو با سیلی ناحق زد استاد. ما رو با ناحق زد و شما فکر کنید 5 سال بعد که الله و مادر بر ما آورد استاد چون که این آمدمون سربازای خبیث بود و بعد که ما با اون نظام خبیثی یک جا شدیم این مرا زد استاد. ما 5 سال بعد یک مرمی و دست پای زیر میده کردیم استاد. شما باور کنید. درست. یعنی ما صبر به این مردم میگه، سلام به این مردم میگیم که صاحب واقعا به مو ظلم و ستمی که یا هنوز نمیفهم که چرا هنوز هم یا باید هر لحظه باید یعنی به اون فامیلا هر چی دار و ندار دارم باید به وقت در مقابل قصاص پرداخت کنه. مردم به ناحق کشتن، مردم به ناحق بیچاره کردن، مهاجر کردن، بدبخت کردن. والله یا قصاد مهاجر میشد
این مردم لخشن فکر میکرد که یانوت میره در یک جای دیگه میره، یعنی مسابقه ما که یعنی تمسخر میکردن، معیشتیشون بیشتر میره. گرچه که حالا ما مواجه شده میبینیم که این بیچارات چه مشکلات، یعنی در غربت بیچارگی پاکستان خبیث و ایران خبیث و رافضی های مردم بیچاره تیر کرده. چون عده سینمی حکومت مهاجر شدن رفتن به منجه اون مردم هر بانداری که خواستن سرزیا یا هر بازی که خواستن سرزیا انجام دادن. والله ما در این کشورها دیدیم که چقدر سخت می باشه به انسان که مهاجر میشه، فامیل دور میشه. بدبختی ما هنوز در راه دین این مشکلات ندیدیم. او بیچاره خود در راه دین بود، در تمام چیز بود، مگم واقعا سخت بود استاد. چون ما این سختی را اینجا دیدیم با تجربه کردیم استاد. تشکر از شما برادر عزیز، تشکر از شما. الله سبحانه و تعالی حفظتان کند. تشکر از شما. بخیر باشین صاحب. الله متعال خیر و برکت نصیب شما بگرد. تشکر استاد. تشکر. بیننده عزیزی پرسیدن که چرا بعضی از علما فتاوایشان متناقض است، گاهی یک فتوا میدن گاهی یک فتوای دیگر میدن، یا در یک زمانی یک فتوایی دادن و بعد از اون یک فتوای دیگری دادن، یک مسئله ای رو در یک زمان حلال اعلان کردن و در یک زمان دیگر این چیز رو به اصطلاح حرام یا برعکسش. ببینید برادر عزیز و گرامی، مسئله فتوا، اصلا فتوا یکی از امور بسیار خطیر، یعنی خطرناک، و یکی از امور بسیار بزرگ در دین است. اول الله سبحانه و تعالی فتوا میدهد، الله سبحانه و تعالی جواب میدهد به سوالاتی که از الله سبحانه و تعالی میپرسند و به سوالاتی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسیده میشد. مثلا در سوره نساء داریم که الله سبحانه و تعالی میفرماید یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم، قل الله یفتیکم. الله سبحانه و تعالی جواب میدهد، فتوا میدهد. فتوا یکی از امور بسیار عظیم دین است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس قرآن کریم و بر اساس وحی الله سبحانه و تعالی سوالات مردم را جواب میدادن. مثلا مردم میپرسیدن یسألونک عن فلان، الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی داریم در قرآن کریم، یعنی یسألونک عن المحیض، یسألونک عن فلان. الله سبحانه و تعالی جواب این سوالا رو میداد به رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم بازگو میکردن. این مثالا رو به خاطر این آوردم که عظمت فتوا رو باید علما و دعوتگران و مفتیای محترم باید درک بکنن. مفتی خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی یک نفری که فتوا میده اگر بداند که خلیفه چه ذاتی است، خلیفه چه شخصیتی است، خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. مفتی یا فتوا دادن یک امر عادی نیست که هر کس بشیند پشت تلویزیون یا پشت تلفن هر کس سوال بکند و حتما تو باید جواب بدهی. دیروز با یک بیننده گرامی صحبت می‌کردم در مورد چرا فلان عالم یا فلان دعوتگر دیروز این فتوا رو میداد، امروز این فتوا رو میده. چرا بعضی از علما و دعوتگران ما هر سوالی که ازشون میشه باید سعی میکنن که جواب بدن ولو اینکه جواب غلط. خب این اشتباه است. این به خاطر تکبر است، این به خاطر استعلا و خودنمایی است. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پسر عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم کودکی بود، کوچک بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کردن اللهم فقهه فی الدین، الله سبحانه و تعالی ای رو فقیه در دین بگردان. پیامبر دعا کرد براش صلی الله علیه و سلم و سبحان الله این دعای پیامبر سبب شد که یکی از فقها، یکی از حبر الامه بهش میگن، یکی از علمای بسیار بزرگ صحابه و تا زمان تابعین هم خیلی از تابعین هم از شاگردان ایشان هستند. این شخصیت بزرگوار ابن عباس بارها شده که
مردم می آمدن میپرسیدن سوال، میگفت نمیدانم، میگفت لا ادری. بعد مردم شفتن یا ابن عباس تو پیامبر در مورد تو دعا کرده، تو این هستی تو آن هستی، تو چطور میگی که لا ادری نمیدانم؟ میگفت لا ادری لا ادری لا ادری. آیا میخواهید که توسط فتوا دادن باب دل شما به جهنم بروم؟ و چی بسیارن امروز مفتیان ما که باب دل مردم فتوا میدن. به خاطر اینکه مردم در اروپا و آمریکا مثلا با یک سری فسق و فجورهای مثل موسیقی و رقص و فلان و این چیزا گرفتار هستن، خب باب دل اونها فتوا بدیم. به خاطر اینکه مثلا مردم در اروپا و آمریکا گرفتار خرید خانه از طریق بانک ها هستن، بگیم آه اشکالی نداره، در حاشیه فلان کتاب یک چیزی آمده است که گر ضرورت بود روا باشد. به 4 کتاب که روایت راغل ده که گر ضرورت بود روا باشد. مفتی نباید اینطوری باشه که باب دل مردم فتوا بده. مفتی خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی چی؟ تو هر فتوایی که میدی به نام پیامبر تمام میشه، به نام اسلام تمام میشه. اشتباه باشه این یک ضربه مهلک به اسلام است. چه فتاوایی بودن که امروز سبب شد که دهن دشمنان اسلام بر علیه مسلمان ها و اسلام و دین الله سبحانه و تعالی باز شود. ثانیاً مفتی کسی که فتوا میدهد بین بنده و بین الله سبحانه و تعالی قرار میگیرد. این عظمت این موقف رو مفتیان عزیز، علمای عزیز درک بکنن که تو در بین بنده که سوال میکند و ذات اقدس الهی قرار میگیری. یعنی او از تو میپرسد که ای استاد، ای قاری صاحب، عالم صاحب، مولوی صاحب، مولانا صاحب، داملا صاحب، نظر شما در مورد این موضوع چی است؟ یا حکم دین در مورد این موضوع چی است؟ تو به نمایندگی از الله سبحانه و تعالی برای او حلال یا حرام میگی این مسئله رو. یعنی تو بین الله و بین این مستفتی قرار گرفتی. عظمت این موقف رو باید درک بکنی. به خاطر رضایت مردم، به خاطر اینکه والله حتما تو باید یک سوالی رو جواب بدی. گاهی اوقات بعضی بیننده سوالاتی میکنن، حقیقتا من یا میگم نمیدانم یا میگم که در برنامه آینده پاسخ میدم. چون انسان نباید حتما باید تو 100% دانا باشی. که مردم از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میکردن، رسول صلی الله علیه و آله و سلم میگفت باشه من از الله سبحانه و تعالی میپرسم و بعد به شما پاسخ میدم. یعنی نباید انسان عجول باشه، نباید انسان حتما باید تو جواب هر سوالی که برای تو آمد باید بدی. همچین انسانی در دنیا وجود نداره که علامه دهر باشه. پس انسان باید در اختیار سوالاتی که انسانهای سوال کننده یا مستفتی میکنن از مفتی، از عالم دین، باید الله را در نظر بگیرد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در نظر بگیرد. و اگر از علما نقل میکنن، مثلا بعضی از علما دعوتگرانی هستن چرا اینطوری فتوا دادی؟ والا شیخ فلانی گفته. مثلا یکی از علما رو پرسیده بودن چرا اینطوری فتوا دادی؟ والا شیخ وسیم یوسف گفته. یک مزدور، یک ملای درباری که خداوند خوار و ذلیلش کرد، رسوایش کرد در دنیا. من در یک از صحبت‌ها گفته بودم که با بخاری ارک در افتاد بر افتاد. شروع کرد در مورد امام بخاری طعن در امام بخاری وارد کردن. خداوند گرفتار بیماری های عجیب و غریبش کرده که الان در بستر بیماری سرطان افتاده در آمریکا. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در حدیث قدسی است من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. کسی که با یکی از اولیای من در افتاد، من الله با او وارد جنگ می شدم. شروع کرد مثل حکمتیار در مورد امام بخاری که این بخاری اینطوری است، این بخاری اینطوری است و من بخاری رو قبول ندارم، اینجای بخاری اینطوری است، اونجای بخاری اینطوری است. کاش که با علم، با منطق، با یک منهج علمی، نه بر اساس هوا و هوس، به خاطر راضی کردن
4 تا طاغوت. خداوند گرفتارش کرد. حکمتیار با بخاری در افتاد، دیدید که چطور بر افتاد. مرکزش هم گرفتن، خانهش هم گرفتن، دفترش هم گرفتن، تلویزیونش هم گرفتن، همه دار و ندارش از دست داد. چون با اولیای الهی هر کس در افتاد بر افتاد. آقا فتوا میده بر اساس فتوای وسیم یوسف، یا فتوا میده بر اساس متساهل ترین علمایی که در اون باب تساهل دارن. به طور مثال فتوا میدن که مثلا موسیقی حلال است. بعد وقتی که بپرسی چرا گفتی که موسیقی حلال است، میگردن در بین علمای جهان اسلام از سلف و خلف، هر کسی که در قبال موضوع موسیقی متساهل بوده، آسانگیر بوده، یا که اصلا بر اساس یک سری بک‌گراند های خاصی در این موضوع تساهل داشته یا اشتباه کرده، میرن فتوای همون رو میگیرن و برای مردم منتقل میکنن. بعد اگر که گفتی که چرا این فتوا رو دادی، چرا این حرف رو زدی، میگوین که والله فلان عالم این حرف رو زده. مثلا نباید اینطوری باشه. میگوین که وقتی که سوالی از شما میشه، شما میبینید در بین اقوال علما نه اون که آسان ترینش هست رو برای مردم منتقل بکنید. بعضیا بر اساس اون اشتباهی که برداشت اشتباهی از حدیثی میکنن که رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگاه برشان اختیار داده میشد در بین دو موضوع آسان ترینش رو اختیار میکردن. این در مسائل دنیوی است، در مسائل اصول دین نیست، در مسائل ثوابت دین نیست. که ما امروز بگردیم همون عالمی که متساهل بوده، همون عالمی که آسانگیر بوده، همون عالمی که از قرآن و سنت دورتر بوده، فتوای همون رو بگیریم به مردم منتقل بکنیم. این خیانت است. عالمی مفتی که امروز فتوا میده باید آن فتوایی رو که به قرآن و سنت نزدیک است رو برای مردم بده، و اونم از عالمی که به قرآن و سنت نزدیکتر باشه از بقیه علما. امام نووی رحمت الله علیه یک حرف جالبی میزنه، میگه که برای مفتی و برای کسی که به دنبال فتواست، این حق رو نداره که بیاد بر اساس هوا و هوس خودش فتوای راجح رو برای خودش بگیره یا برای مردم منتقل بکنه. فتوا رو بر اساس تقوا باید انسان بگیره. فتوا بر اساس تقوا باید داده بشه، نه بر اساس هوا و هوس، نه بر اساس پست و مقام و منزلت دنیوی. چون این مسئله خیلی خطرناکی است. همونطوری که گفتم، حکم الله سبحانه و تعالی، تو حرفی رو بیان میکنی که نسبت میدی به الله و رسولش، و وای به حال کسی که به الله و رسولش نسبت نادرست و دروغ رو بخواد بده. و ثانیاً کسانی که دنبال فتوا هستن هم باید به دنبال مفتیهای متساهل نباشن، به دنبال هوا و هوس نباشن، به دنبال شهوت نباشن. شما فکر نکنید که امروز رفتین مثلا یک مسئله را از محمد انصاری پرسیدین، فردا روز قیامت و الله سبحانه و تعالی به شما گفت که چرا این کارو کردید؟ والله ما رفتیم از انصاری پرسیدیم اینطوری بهمون گفت. آیا مسئولیت شما تمام شد؟ نه خیر. الله بهت عقل داده، منطق داده، علم داده، دانش داده. بنده نیک الله سبحانه و تعالی کی است؟ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت باد بر آن بندگانی که سخنها را میشنوند بهترینش رو، یعنی نزدیکترینش به قرآن و سنت رو انتخاب میکنن، نه اینکه نزدیکترینش به هوا و هوس. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یک حدیثی میفرمایند
که شما دچار به اصطلاح مشکل میشید، با هم دیگه درگیر میشید، میاد پیش من. گاهی اوقات من بین شما فیصله میکنم. میاد مثلا سر یه چیزی مشکل دارید، میگم خب این از اینم از تو، راضی شدید؟ میگید راضی شدید. میفرمایین که اگر من بر اساس شواهدی که شما میدهید، بر اساس حرفایی که شما میزنید، این قلمی مثال میزنم، حرف پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست، من مثال میزنم، این قلمی که حق احمد نیست را در اثنای تقسیم بر اساس حرفای شما به محمود میدهم، در حقیقت این را بدانید که این قطعه ای از آتش است که دارم به او میدهم، یعنی جهنم است، یعنی عذاب الهی است. میگن این رو نگیرید. در حدیث فانما اقطع له قطعه من النار فلا یاخذها، در حقیقت این اگر میدانی که اینی که من به تو دادم حق تو نیست و من بر اساس شواهدی که شما ارائه کردید این رو تقسیم کردم، الله سبحانه و تعالی بل الانسان علی نفسه بصیر، انسان از حال خودش آگاه هست، من میدانم که این حق من نیست، داره قاضی میده به من و این رو من میگیرم و حق من نیست، در حقیقت من دارم آتش رو میگیرم. و از جهالت نباید کسی فتوا بده. نمیدانی بگو نمیدانم. اگر در یک مسئله شبهه داری، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند دع ما یریبک الی ما لا یریبک، آنچه که تو رو به شک و شبهه وامی داره بگذار و آن چیزی که تو رو به یقین وامی داره اون رو بگیر. با یکی از عزیزان بحث میکردیم روی یک مسئله، گفت بابا جان ابن حزم گفته که موسیقی حلال است. گفتم خب قول ابن حزم برای تو حجت است در مسئله موسیقی؟ گفت بله عالم است دیگه، ابن حجر است و ابن فلان ابن قیم است و ابن تیمیه است و ابن فلان است ابن فلان و ابن حزم برای خودش عالم بزرگی است. قول همه علما رو گذاشته، ابن حزم گفته موسیقی حلال است. خیلی میبخشید من در مسائل این صریح هستم، با کسی شوخی ندارم. خب همین ابن حزمی که تو حلال بودن موسیقی رو از اون میگیری، تصور کن که شما یک دختری داری میخواد ازدواج بکنه و من آمدم خواستگاری این دختر شما. رویت شرعی که اجازه است، رویت شرعی که سنت است، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که حق دارید که شما همسرتون رو که میخواهید با او نکاح بکنید ببینید. آنچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن و همه علما فرمودن این است که شما در یک خانه ای که یک نفر محرمی هم اونجا باشد، حتی یک کودکی، یک بچه طفلی هم در اونجا باشد، می توانید که با کسی که میخواهید با او ازدواج کنید بشینید، چهرهش رو ببینید، باش گپ بزنید، در مورد شخصیتش بپرسید، هرچی میخواهید در موردتون صحبت رد و بدل بکنید، چون که میخواهید این رو به عنوان شریک زندگیتون انتخاب بکنید. این رو میگن رویت شرعی. چهرهش باید خوشش بیاد. خیلی ازدواج کردن، مادرش دیده، خالش دیده، عمش دیده، خواهرش دیده، بعد از ازدواج وای با ویلا این چیه که برای من گرفتید. بخاطری که همچین اتفاقاتی نیفته، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته میتونید که همسرتون رو قبل از که باش نکاح بکنید ببینید. این رویت شرعی. همه علمای جهان اسلام بر این متفق هستند با خیلی تغییرات بسیط. گفتم من میخوام که وقتی که میخوام با دختر شما ازدواج بکنم بر اساس فتوای ابن حزم رحمت الله علیه رویت شرعی داشته باشم. گفت دیگه چطور است؟ گفتم اینطوری است که ابن حزم میگه که تو میتوانی با کسی که میخوای ازدواج بکنی لختش بکنی، از سر تا پاشو نگاه بکنی. دیدم رنگ و روش تغییر کرد. چی شد؟ مادامی که حلال بودن موسیقی رو ابن حزم میگیری، رویت شرعی رو از ابن حزم نمیگیری؟ یک نفری بیاد، این کسایی که مثلا این حلال است، این حلال است، اون حلال است، اون حلال است فتوا میدن همینطوری. کی گفته؟ ابن حزم گفته. خب فردا که کسی برای دخترت خواستگاری آمد گفت که بله من طبق سنت رسول الله با فتوای ابن حزم میخوایم دختر شما رو کاملا لخت بکنم، از بالا تا پایین ببینم، اجازه میدی؟
شاید بزنه دن و دماغ طرفم خورد بکنه. چی شد؟ اونجا که از ابن حزم فتوا میگرفتی، اینجا چرا نمیگیری؟ پس ما نباید بر اساس هوا و هوسمون فتوا رو انتخاب بکنیم، بر اساس تقوا باید انسان فتوا رو انتخاب بکنه. این در پاسخ به سوال این بیننده عزیزی که این سوال رو کرده بودن. بیننده پرسیدن در مورد این تماس، بیننده‌ای که زیاد تماس گرفتن، این رو بگیریم بعد از اون. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. سلامت باشید، تشکر از شما. کمی بلندتر صحبت کنید. مثلا یک سوال داشتم، بفرمایید. سوال من در مورد حکمتیار که در مورد حدیث صحبت کردید، در مقابل حدیث چه بعضی اشتباهات کرد گفتید. آقای ما اسلامی در این باره رسپگی کرد. یک سوال دوم این است در مورد امور تیمور لنگ میگن مسلمان بود و بعضی رفقای من بسیار تعریفش میکند قوم ازبک که نمیدونم چه چیز بود. گفتم از شما سوال بکنم. یک دوم سوال من است، خودم افغانی هستم، در ترکیه مسافر هستم، از قاچاق آمدم ولی قصد دارم برم به فلسطین از برادر خواهر خودم دفاع بکنم، از برادر فلسطینی خودم. من نمیتونم کدام راه برم؟ آیا امکان داره شما برای من راهنمایی بکنید، کمک بکنید؟ باشه، در این موارد صحبت میکنم. تشکر از شما. من منتظر برنامه شما هستم. تشکر. زنده باشید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. در مورد اینکه حکمت صاحب صحبت‌هایی کرده بود آیا حکومت امارات اسلامی در این مورد کاری کرد، من از پیش گفتم اینکه بر اساس صحبت‌های من کاری کرد یا کاری نکرد نمیدونم، اما دفتر و دیوان و دستکی داشت ازش گرفتن، از خانه غصبی که بود از اونجا اخراجش کردن. اینکه هنوزم اون برنامه‌اشو داره یا نداره اطلاع ندارم. منتها این یک واقعیت است، باید قبول بکنیم که هر کس با اولیای الهی در بیفته الله سبحانه و تعالی جزای او را میدهد. دوست عزیزمان در مورد تیمور لنگ پرسیدن. تیمور لنگ یکی از پادشاهانی بود که مرکز حکومتش در ازبکستان بود. به اصطلاح از احفاد و از نوه‌های اولوغبک محسوب میشه. تیمور لنگ یک باختر که پاش لنگ بود بهش میگفتن تیمور لنگ، تا جایی که میگن ایشون حافظ قرآن هم بوده، بعضیا میگن یکی از پادشاهان ظالم بوده، ستمگر بوده، یعنی جنگ های زیادی به راه انداخته و انسان های زیادی رو کشته و حتی به خودش القاب عجیب و غریب دیگری هم میداده. چون میدونید که بعد از چنگیز خان تعداد زیادی از مغول هایی که در کشورهای اسلامی حاکم شده بودن به اصطلاح مسلمان شدن و قبیله تیمور لنگ و اینها هم یعنی قبلا بت پرست بودن، بعدا مسلمان شده بودن، اما جنگ هایی که به راه انداختن واقعا جنگ هایی بود که تعداد زیادی از مسلمان ها در این جنگ ها کشته شدن، شهرها خراب شد و امروز در بعضیا که به اصطلاح تعریف و تمجید میکنن از باب کار خوب و کار بد نیست، متاسفانه از باب تعصب است. مثلا برادران و خواهران ازبک ما از یک ازبک حالا هر جنایتکاری باشه ازش طرفداری میکنن، میگن ازبک خود ماست. یک تاجیک از یک تاجیک هر چقدر جنایتکارم باشه طرفداری میکنه، میگه تاجیک خود ماست. و یک پشتون از یک پشتون هر چقدر جنایتکارم باشه طرفداری میکنه، پشتون ماست. بر این اساس ما نباید که حکم بکنیم. حکم ما بر اساس این باشه که این انسان واقعا در تقوا و پرهیزگاری و
ایمان تا چه اندازه است. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح میفرمایند که اگر بر سر شما غلام سیاهی که یک برده سیاهی که کلش مثل کشمش باشد حاکم شد، از او اطاعت بکنید. او ولی امر شماست، حاکم شماست، از او مادامی که بر اساس قرآن و سنت حکم میکند. و تاریخ از این شخصیت ها زیاد داره، مانند تیمور لنگ و اینا، مانند خیلی از فرماندهانی که از لشکر چنگیز بودن و بعضیشون در بینشون ازبک تبار بودن، ترک تبار بودن، مسلمان شدن و حتی بعد از اسلامشون بعضیشون خیلی جنایت ها کردن که این رو انسان باید واقعیت ها رو که آنچه که در لابلای تاریخ هست آنگونه که هست انسان باید بازگو بکنه، نه اینکه چون فلانی از قوم و قبیله من هست هر جنایتی که کرد من او رو به اصطلاح چیز کنم، قبولش بکنم. و اینکه برادر عزیز چطور میشه به فلسطین رفت، دیگه اگر من راهشو بلد بودم قبل از شما میرفتم. الله متعال حفظتان بکند. بیننده سوال پرسیدن که در بعضی از کشورها آب آشامیدنی رو از آبهای فاضلاب یا آبهای توالت هایی که جمع میشه به اصطلاح فاضلاب اینا میره به یک کارخانه ای، بعد در اونجا تصفیه میکنن، یک تصفیه‌ای که به اصطلاح هم از نگاه صحی و هم از نگاه رنگ و بو و طعم و اینها کلا آب تصفیه شده است، هیچ میکروبی چیزی هم نداره، موادی هم استفاده میکنن که کلا اون ضررهایی که داره از بین میره. آیا نوشیدن و استفاده کردن از این آب جایز است؟ بله جایز است، مادامی که آب رنگ و بو و طعم خاصی نداشته باشه و مانند آب صاف و زلال باشه و تصفیه شده باشه. چون همین آبی هم که شما مثلا از چاه یا از نهرها، این آبی که از چاه‌ها استفاده میشه، خب شما ببینید این همه مثلا کثافت هایی که در روی زمین هست، آب باران از همه اینها رد میشه، بعد از لابلای خاک و شن و ماسه و اینها تصفیه میشه تا میره به چاه و از اون ما میگیریم مینوشیم. و تصفیه هم همینطور یک مراحلی رو طی میکنه. فاضلابی که در بعضی از کشورها تصفیه میکنن همین مراحل رو طی میکنه و مادامی که ضرری نداشته باشه و طعم و رنگ و بویی نداشته باشه، برای نوشیدن، برای استفاده کردن مشکلی نداره. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد نفستید. سلامت باشید، زنده باشید. استاد زیاده از 2 سال شما رو ویدیوهایتان را تماشا میکنم. من خودم از ازبکستان هستم. ماشاءالله ماشاءالله. استاد زنده باشید. سلامت باشید برادر عزیز. میانه شما بارین عالمی حقه نیست استاد. خدا علمتان زیاده گردانه. سلامت باشید برادر عزیز. همیشه اینم علمتان زیاده باشد استاد. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. الله متعال حفظتان کند. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر از شما. تشکر از بیننده عزیزمون و بینندگان زیادی در ازبکستان داریم، عزیزان فارسی زبانی که تاجیکی که در اونجا زندگی میکنن، در سمرقند و بخارا. الله متعال حفظتان کند. بیننده سوال کردن، 4 شماره آخرشون 2057، میگن که جزوای قرآن رو یک سپاره رو در بین مردم تقسیم میکنن، در یک مجلس میشینن و هر کس این رو میخوانه، بعد میگن ختم قرآن شد و من وقتی که به من دادن نمیگیرم و نمیخوانم، بعد میگوین که وهابی شدی، کافر هستی. ببینید ما باید در این مسائل نباید با تعصب یعنی برخورد بکنیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به ما امر میکنه که وقتی که قرآن کریم خوانده میشه ما باید چیکار بکنیم. الله سبحانه و تعالی میگه که وقتی که قرآن کریم خوانده میشه و اذا قرئ القرآن
فاستمعوا له و انصتوا. وقتی که قرآن خوانده میشه بشنوید، با جان و دل گوش کنید. الان تصور کنیم ختم میکنن، در یک سالونی است، 30 نفر نشسته است، به دست هر کدامش یک جزئی از قرآن رو میدن، از جزء اول تا جزء 30. نفر همه با هم که هر کسی قرآن گرفت شروع میکنه. این شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد، اون یکی شروع میکنه مثلا عما یتساءلون. هر کس از هر جای شروع کرده، از یک جزئی، یکی از جزء 1، از یک جزء 2، 3، 4 تا 30. نه کسی قرآن رو گوش میده، نه کسی انصات میکنه، نه کسی تدبر میکنه. بعد از نیم ساعت 45 دقیقه الله اکبر 30 پاره قرآن ختم شد. این ختم نه به درد الله میخوره، نه به درد رسول الله میخوره، نه به درد تو میخوره. بلکه طریقه شرعیش این است که یک نفر قرآن بخوانه، بقیه گوش کنن، با خشوع، با خضوع، با تواضع، با انصات، یعنی با جان و دل. انصات کلمه عربی است، معانی زیادی داره، لکن مختصرش کردن در فارسی برای شما ایزان با جان و دل گوش کنید. همین با جان و دل گوش کردن در کجای این ختمای قرآن است؟ بعد از اونم که ختم شد، یالا پاکت تقسیم میشه برای قاریا و سلام، ما قرآن رو ختم کردیم. آیا همین ختم رسول الله کردن؟ آیا صحابه کردن؟ آیا تابعین کردن؟ آیا امام ابو حنیفه کرده؟ هیچ کس نکردن، والله هیچ کس از اینا نکردن. بلکه چیکار میکردن؟ یکی از علما، یکی از بزرگان، یکی از قاریان در بالای مجلس می نشست، قرآن می خواند، بقیه گوش می کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی اوقات صحابه رو صدا می کردن، ابن مسعود رو، علی رو، دیگر صدا می کردن بیایید برای من قرآن بخوانید. ابن مسعود یک روز رضی الله تعالی عنهم جمیعا میگه که یا رسول الله برای تو بخوانم در حالی که برای تو نازل شده است؟ میگوید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که بخوان، دوست دارم که بشنوم. ببینید این است یعنی خواندن قرآن، یا که انسان به تنهایی خودش بخوانه، آرام برای خودت بخوان، تفکر بکن. افلا یتدبرون القرآن، الله متعال میگه تدبر بکنید در قرآن. چرا در قرآن تدبر نمی کنن؟ یا اینکه دست جمعی یک نفر بخوانه، بقیه گوش بدن. یا اینکه هر کدام از اعضای خانواده، مثلا یک خانواده ای از 5 نفره، هر کدام مثلا چند جزئی از قرآن رو، مثلا هر کدام 6 جزء از قرآن رو به عهده بگیره، مثلا جز 1 تا 6 یکیش بخونه، 6 مثلا از 7 تا 12 یکی بخونه، به همین شکل. بعد از اون که تمام شد، مثلا اون سوره های آخرش رو یکی از بزرگان خانواده بشینه قرائت بکنه، بقیه گوش بدن و در پایان دعا بکنن، ولو اینکه دستشون رو بالا بکنن، همه دعا بکنن. اما اینکه هر کسی یک جزئی رو بگیره در یک اتاق با صدای بلند هر کس بخوانه و بعد آخر بگن ختم قرآن کردیم، همچین چیزی در دین و در شریعت اسلام نیست. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید بیننده گرامی. سلام، خوب هستین؟ خدا کنه نور خدمت. شب شما بخیر. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. جناب استاد خوب هستین؟ دنجور است؟ الحمدلله، زنده باشید، سلامت باشید، بفرمایید. یک دو سوال داشتم استاد. بفرمایید. سوال اول می است که شیعیان ادعا میکنن با یک حدیث که متن ضعیف است یا چیز است که همیشه میگن که بزغاله آیت قرآن خورده. امی در کجا آمده و چه قسم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی برش وحی میامد چی کار میکرد؟ آیا نوشته میکرد و در خانه خود میمان یا به صحابه ابلاغ میکرد؟ بله،
ببینید این روایتی است که در کتب احادیث اهل سنت آمده که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میفرمایند که ما مشغول کفن و دفن پیامبر صلی الله علیه و سلم بودیم که بزغاله آمد و بعضی از قسمت‌های مصحفی رو که در زیر تخت ایشان بود خورد. ببینید زمان سابق من شما اگر تماس رو قطع بکنید برادر عزیز از طریق تلویزیون بشنوید، صدای من انعکاس میکنه. یک سوال دیگه مونده استاد جان. خب باشه، پس این جواب این سوالتون رو بدم، شما رو خط باشید، من صدای شما رو پایین میارم. باشه. زمان سابق به این شکل بود که قرآن رو در مصاحف نمی نوشتن، در کاغذ ها مثل امروز اینطوری مثلا کاغذ باشه رو این چیزا بنویسن. قرآن رو پوست می نوشتن، رو برگ درختان بزرگ می نوشتن، قرآن رو مثلا رو استخوان می نوشتن، خاصا استخوان‌های کتف و اینجا می نوشتن. کاغذ نبود در اون زمان. و تا قرنها بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم روی پوست می نوشتن، روی پوست، تا اینکه کاغذ کشف شد و مردم شد. بعد فکر می کنم بعضیا که اون زمان هم دیگه قرآن ها اینطوری مثل کاغذی بود و خلاصه مصحف بود و کوچیک بود، تاقچه بود و رو تاقچه میگذاشتن. عادت بز این است که شاید دیده باشید برگ درخت میخوره، پارچه میخوره، کاغذ میخوره، خاصا کاغذ رو خیلی دوست داره بزها. این بز اومد این قسمتی از این اوراقی که قرآن نوشته شده بود در خانه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خورد. این رو به یک شد و مد بیان میکنن که انه خب قرآن ناپدید شده. اولا پیامبر صلی الله علیه و سلم و همه صحابه‌ای که در اطرافشون بودن و سواد داشتن قرآن رو وقتی که نازل میشد می نوشتن. وانگهی اکثر صحابه قرآن رو حفظ داشتن. یعنی چی؟ قرآن نازل میشد صحابه حفظش میکردن. این نبود که فقط اکتفا بکنن بنوشتن. حضرت علی کاتب وحی بود، زید بن ثابت کاتب وحی بود، ابن مسعود کاتب وحی بود، در بعد از فتح مکه معاویه بن ابی سفیان کاتب وحی بود و خیلی دیگری از صحابه بودن که قرآن رو می نوشتن. و اینکه این اوراق مصحفی که در زیر تخت ام المؤمنین عایشه صدیقه بوده بز خورده یا نخورده در قرآن هیچ تغییری ایجاد نمیکنه. اینو به عنوان یک شبهه مطرح میکنن که کأنه یک مصحفی بوده در اونجا و اون رو حالا صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را حفظ میکردن. اگر امروز کل دنیا همه مصحف هایی که در دنیاست همه از بین بره، یک ورق قرآن هم در دنیا باقی نمانه، قرآن از بین میره؟ نمیره. ما میلیون ها قاری قرآن داریم که از الف الحمدلله تا آخر و الناس حفظ هستن. قرآن از بین نمیره. سوال اولتون رو گرفتم اما مثل اینکه تماس شما قطع شد. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار خوب هستید؟ حالا احوالتون خوبه؟ سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید. استاد یه چیزی را میخواستم براتون بگم. یعنی ببینید استاد، یعنی گاه مثلا زمانه اگه سپری بشود یعنی نظریات تغییر هم می‌یابد، زیرا که من زمانی که تازه در زاهدان تحصیل می‌کردم بیشتر فتوای من بر اساس مذهب حنفی بود. مثلا من در اوایل دیدگاه من این بود که نماز یعنی جماعت بر اساس مذهب حنفی سنت مؤکده هست، یا مثلا 3 طلاق در یک مجلس 3 حساب می‌شود. درست. بعدها که فارغ التحصیل شدم مثلا تغییری ها، مثلا بعد که من مذاهب دیگر رو مطالعه کردم، بعد مثلا فتاوای من این بود که 3 طلاق در یک مجلس یکی دیدگاه شیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن القیم الجوزی را راجح‌تر می‌دانستم بر اساس حدیث صحیح مسلم. درست. یا مثلا نماز جماعت را فرض می‌دانستم، زیرا که مثلا انسان اگر بیشتر مطالعه می‌کند بیشتر به حق می‌رسد. درست. من در اوایل متعصب نبودم، فقط مذاهب دیگر رو مطالعه نکردم، اما بعضی که الحمدلله که من در زاهدان تحصیل کردم 6 سال، مثل مولانا عبدالحمید استاد بزرگوار من و مولانا عبدالقوی بدری، آنها برای من دست تعصب نیاموختند. یعنی الحمدلله همیشه گفتن بر اساس قرآن و سنت عمل بکن.
درست. خدا رو شکر بیشتر تحصیلان مدرسه دارالعلوم زاهدان متعصب نیستم، خدا رو شکر. من خیلی افتخار میکنم که شاگرد اینا هستم و واقعا هم در همین مدرسه من راه حقیقت و راه سلف صالح را پیدا کردم. با افتخار کتاب‌های شیخ الاسلام ابن تیمیه و کتاب‌های امام محمد بن عبدالوهاب و کتاب‌های ابن القیم جوزی و علمای بزرگوار حتی شیخ صالح بن عثیمین و شیخ بن باز در همین مدرسه من مطالعه کردم و در آنجا به من درس ماتوریدیت نیاموختند. درست. شیخ خیلی ممنون، سپاسگزارم. تشکر از شما. وقت شما را نمیگیرم. الله متعال کنه. علامه ابن حزم مثلا فتوا داده یعنی با کسی میخوای ازدواج بکنی اون رو لخت بکنی ببینی شوخی کردید، درسته یا واقعیت داره؟ فقط نه واقعیت داره. همچین فتوایی داده میگه که یعنی به این نسل نیست، اما ابن حزم میگه که کسی که میخواد با کسی ازدواج بکنه بر اساس رؤیت شرعی حق داره به هر جای بدنش نگاه بکنه. الله المستعان. ولی من کتابای ایشون رو مطالعه کردم ولی چنین فتوایی ولی به هر حال تعجب کردم واقعا. ولی ایشون نظرشون این است که آیه 6 سوره لقمان و من الناس من یشتری له الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم یتخذها هزوا و اولئک لهم عذاب مهین. و از مردم کسانی هستند که خریدار سخنان بیهوده تا بناداری مردم را از راه الله گمراه بکنند و آیات الهی را به ریشخند بگیرد و عذاب خفتباری این چنین مردم در پیش دارند. این آیه را میگن که هیچ ارتباطی به موسیقی نداره. در این نظر علامه ابن حزم رحمه الله داره ولی این نشه بار اول شنیدم، واقعا تعجب کردم. ولی تشکر میکنم، زنده باشید. سلامت باشید. خدا یار نگهدارتان باشه. سلامت باشید. تشکر. من این رو هم خدمت شما عزیزان که به غیر علم صحبت نکرده باشیم بله. ابن حزم میگه که قال ابن حزم ينظر الى ما اقبل منها و ما ادبر منها، یعنی جلو عقب هر جایی که دوست داره میتونه نگاه بکنه. این مجرد یک فتوا هست، فتوایی که یک عالمی داده، برداشتش این است. یعنی اما ما نباید به دنبال این باشیم که همونطوری که عرض کردم دنبال این باشیم که هرچی که بر اساس هوا و هوس و شهوت ما برابر بود اون رو بگیریم. تشکر میکنم از دوستان عزیز. یک سوال دیگری هم بیننده عزیزی پرسیدن که کسی ازدواج کرده و از اینکه همسرش مثلا عادت ماهانه داشته خبر نبوده و همبستر شده با ایشان شب عروسی، حکمش چی است؟ چیکار باید بکنه؟ ببینید، اولا خب عروس و داماد، حتی خانوادات این مسائل، خواستن مادر عروس این مسائل رو در نظر بگیرن که تاریخ ازدواج رو طوری تنظیم بکنن که این مشکلات پیش نیاد. ثانیاً گاهی اوقات این استرس و این مسائلی که در شب ازدواج وجود داره سبب میشه که به اصطلاح مثل خونریزی یا عادت ماهیانه به اصطلاح ایجاد بشه. به هر صورت اگر کسی در این حالت همبستر شد با همسرش، حکمش از نگاه اسلام چی است؟ اگر میدانست یا نمیدانست، در هر صورت باید توبه بکنه به درگاه الله سبحانه و تعالی، چون که آیه سریع قرآن کریم است
که الله سبحانه و تعالی امر میکنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم یسألونک عن المحیض قل هو اذن، به او که اون به اصطلاح اذیت است یا ناپاکی است، و در ادامه آیه ولا تقربوهن حتی یطهرن، و نزدیکی نکنید، هم بستر نشوید تا اینکه همسرانتان پاک شوند. و الله سبحانه و تعالی آیه صریح قرآن کریم است در این مورد بیان کرده. بعد اما کسی مرتکب این گناه شد، توبه بکنه و طبق حدیثی که از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده، کسی که مرتکب این اشتباه یا این گناه میشه 1 دینار یا نیم دینار، یعنی یک چیزی صدقه بده، یا مثلا 100 200 300 500 روپیه مثلا افغانی صدقه بده و توبه بکنه و این عمل رو تکرار نکنه. چون همونطوری که الله سبحانه و تعالی بیان کرده، هم بستری در حالت حیض یا عادت ماهوار سبب بیماری ها میشه و چون در اون موقع میکروب ها و باکتری های مضری که هست به وفور وجود داره، و همین دلیل الله سبحانه و تعالی در اون زمان از همبستری منع کرده. این هم از سوال این بیننده عزیزی که 4 شماره آخرشون 5785 بود. تشکر می کنم از همه شما عزیزان. به پایان برنامه امشب رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و نگهدارتون باد. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجا